بالاترین ویو مال عشق ابدی. تو همون ویلا به جای خانم سوالی آقای صخری هم باشه 5 6 میلیون ویو میگیره. خواهی حالا من نرم تو ویلا. سوراخ‌توها رو پیدا کرد. قبلش دلغکای اینستاگرام نه اصلا ببین بازیگرای به من نگو، چون من خودم اون آدمم که از همکارام میخورم. از بلایند دیت چه خبر؟ فردای روزی که ما شرکت کردیم وینیو خواستن اسم نبر ولی بگو هستن. خیلی زیاد. اگه این پستم ویو نخورده دلیلش الان نتا ضعیفه، آنتنا ضعیف، این دکله رو که نه محتوام خوب نبود. کلا مایه‌دار نبودی عقب. میشه اداشونو دریرم. اگه در روزی 10,000 تا فالوور نمیگیری چون آپشنت خاموشه. اشکان ازدواجت شایعه. توی 5 تا دانشگاه هم درس خوندم. چرا 5 تا دانشگاه؟ من هر دانشگاه سخت میگرفت عوض میکردم دانشگاه. کاپشنه. بلاگرا با بازیگرا مشکلی ندارن، بازیگرا با بلاگرا مشکل دارن. میگن شما خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون از شما که منو دعوت کردید. خیلی خوش اومدی. تایتل کاری تو چی میگی؟ فعال فضای مجازی. انقدر کلی به خاطر که میدونم تو یه کارهای دیگه هم میکنی. من تو هر چیزی که اینترنت درش دخیل باشه توش وارد میشم. یعنی من توییتر مثلا رفتم تو مدت 1 ماه 2 ماه 20 کی شدم، تیک آبیشو گرفتم. تلگرام شروع کردم 30-40 کی شدم. یعنی زمانی که لاینم بود من تو لاینم پیجم بالا بود. بعد اینستاگرام همینطور، یوتیوب همینطور. من تو هر پلتفرمی نسبت به اون چیزی که باید اونجا تولید بشه فعالیت میکنم و اول سعی میکنم خوب اون پلتفرم رو بشناسم، بعد دیگه واردش مرام. بعد شما سوراخ‌توها رو پیدا کردید. سوراخ‌دوها رو پیدا نکردم. نه سوراخ‌دوها رو برای هر پلتفرم پیدا میکنم. میفهمی؟ اون لمش رو اول پیدا میکنم. مثلا من یوتیوب هنوز شروع نکرده بودم 6 ماه. اول رفتم سرچ کردم که چی کار باید توش ببین من یه آدمی ام که واقعه گرا ام، مثلا احساسی فکر نمی‌کنم. یعنی مثلا واینرای ما داریم همین الان 5-6 میلیون فالوور دارن، 3-4 میلیون فالوور دارن، همچنان توی احساساتن. خب اگه این پستم ویو نخورده دلیلش الان نتا ضعیفه، یعنی نطاقت فلان، آنتنا ضعیف، این دکله رو که نه محتوام خوب نبوده. به همین راحتی محتوام ضعیف بوده، کارم خوب نبوده. الگوریتم نیست. آره الگوریتم وقتی که فاصلش بین مثلا 1 میلیون و 1 میلیون و 300 1 میلیون و 2 میلیونه، وقتی پستت اصلا با پست‌های دیگه یه تفاوت خیلی فاحشی داره، این پستت خوب نبوده. شانسی نیست. ببین شانسی نه، یه موقع خود آدم فکر میکنه محتوای خوب نیست ولی محتوای خوبه اوکیه. خب ولی اونی که مثلا محتوا خوب نیست دیگه خوب نیست دیگه. مثلا تو برای 10 نفر میفرستی 10 نفر میگن این دیگه خوب نیست دیگه، روشون نمیشه. من که مورز بهت میگم فاجعه است، یعنی متن فاجعه رو برات مینویسم، چون از من دلت بشکنه بهتره که 3000 تا کامنت هیت بگیری. خیلی منطقی تر از نظرم، من که رفیقتم بهت بگم روک بد نگم داره پاک کن پیج. ببین یه سوال، محتوای خوب یعنی وایرال؟ نمیشه یه محتوای خوب باشه بعد وایرال نشه؟ بستگی به هدفت داره. شما اگه صرفا کسب درآمد برات مهم باشه یه موضوع، صرفا اگه میخوای برندسازی بکنی یه موضوع، یکی میگه مثلا بیزینس فقط برام مهمه میخوام پولمو درارم برم، یکی میگه مثلا محبوب و منفور شدنم برام سر زدن ارزش نداره. ببین بستگی داره به اون گولت، به اون هدف چی چیندی اونا. همه کسایی که میان مثلا الان گنده شدن و یه درآمدی هم دارن که بخش زیادیش هم درسته ها، میگن که آقا ما واسه یه درآمد نیومدیم تو اینستاگرام، ما اومدیم داشتیم فعالیت میکردیم، یهو از یه جایی خدا رو شکر دیدیم درآمدم داره حاصل میشه، که تا حدودیش هم درسته. تو هم همین جوری بودی؟ من 50-50 میتونم بگم اینو. من آخه فضای مجازی فعال بودم، بعد دیدم زیاد به شخصیتم نمیخوره، یه خورده قد بودم، بعد پیجمو پاک کردم. اولی محتوای وایرالمو دادم، محتوای زردی هم بود. بعد دیدم به شخصیتم، خب من درس میخوندم، بابام خیلی دوست داشت که من مثلا برم سمت درس و فلان، سمت اینجور کارا نرم. پاک کردم پیج رو، بعد 3-4 سال گفتم نه آقا من حال میکنم با این موضوع، ترجیحم اینه که دوباره برگردم. یعنی من از 9 سال پیش که این اینستاگرام مثلا یه آیکون دیگه داشت فعالیت میکردم، کلا 5-6 تا واینر بود، گذاشتم کنار دوباره و من میدونستم که اگه شروع کنم دوباره جزو تاپ میشم. یعنی برام هیچ داستان خاصی نیست. من پیج جدیدم زدم تو 4 ماه کردمش 1 میلیون. خیلی ها مثلا میان تو کامنت ها، من یه پادکست دیگه رفتم آره چقدر خودشو قبول داره فکر کرده فلان. نه من خودم قبول ندارم، من میگم اگه علمشو داشته باشی میشه. بعد میگن الگوریتم وجود نداره،
همه مدرسین اینستاگرام دروغ میگن فلان میگن، من که اصلا پکیجی نمیفروشم، مشاوره به شخصم نمیدم. ولی بحث اینه که اشکان شادکامی یه محتوای مثلا خلیج فارس ساختم، تو پیج خودم چقدر لایک خورد؟ 220,000 تا 1.5 میلیون ویو. تو 3 تا کانال دیگه که فالووراش 15,000 تا 10,000 تا و 5,000 تا بود، از پیج من بیشتر ویو خورده. اگه این الگوریتم نیست چیه؟ محتوا که همونه، صرفا محتوای من کپی کردن. الگوریتم وجود داره. من با الگوریتم از یک محتوای بسیار معمولیم که یه ریاکت استوری 15 ثانیه‌ای بوده 80,000 تا فالوور گرفتم فقط با الگوریتم. ولی من اینو به هیچ کس یاد نخواهم داد. خب چون این باگ کاری منه. من هیچ وقت نمیام برای خودم هزاران رقیب بسازم تو واین را، که میفهمی؟ اون خاص بودن رو باید نگه دارم. ولی اگه یه روزی بخوام آموزش بدم، مطمئنا اون شخص باید هزینه‌شو بپردازه. من مثلا 8 سال زمان گذاشتم، میفهمی؟ مثلا اون دونده 100 متره با یه استوری 80,000 تا. یه استوری ما توی پیج دوم چیز کردم، دارم الان میتونم این سایتش هم نشون بدم. اصلا مگه استوری فالوور میده؟ نه استوریمو توی پیج دیگه پست کردم، تو پیج دو باهاش 80,000 تا فالوور گرفتم. استوری میدونه ولی اینستاگرام این اپیزودو ببینید داداش چه خبره، چیکار داریم؟ من هر سوالی از این اینستاگرام بخوایم میتونم بهتون بگم. فقط یه چیزی ما برای اینکه شفاف باشه و کسایی که میبینن حالا تو این قضیه با هم گپ بزنیم، نظرتو میخوام بدونم. ببین قطعا وقتی که محتوایی رو آدم میذاره یه تکنیکایی، یه نکاتی کمک میکنه که بازخورد بهتر بگیره. 100%. حالا یه بحث اینه که تو ساخت محتوا بیا یه سری نکته رعایت بکنی که اون محتوا یک الگوهایی رو دنبال بکنه، که اتفاقا خود مدیر عامل اینستاگرام خیلی راجع به اینا به نکته میذاره. میگه آقا مثلا این هوک 3 ثانیه اول داشته باشید، یه مواردی که اگه رعایت بکنی طبیعتاً باعث میشه که بازخورد بهتری داشته باشی. یه سری میان راجع به این صحبت میکنن که آقا مثلا یه حالت انگاری هک الگوریتمیه که تو مثلا بری این ستینگ رو روشن کنی، اونو اینجوری کنی، اینو اینجوری کنی، که من خودم به شخصه به این معتقد نیستم. کلاهبرداریه. آفرین. خب یعنی من خواستم این شفاف باشه که چون یه عده‌ای روی همین قضیه خیلی اصطلاحاً کره‌گیری میکنن که آقا من به تو یه ستینگ یاد میدم، یه کاری میکنم که تو مثلا محتوا مثلا تو حالا اینو گذاشتی اینجا، این وایرال نشده، من یه کاری بهت میگم تو همین کارو میکنی این وایرال میشه. نه اصلا این چیزی نداره. درود بر تو. مثلا میگن برو تو ستینگ فلان کار بکن، یا مثلا میشم اداشونو دارم اگه در روزی 10,000 تا فالوور نمیگیری چون این آپشنت خاموشه، بعد اینو روشن کنم. من میگم حتی بزرگترین آموزش دهنده اینستاگرامو، بزرگترینشونو من حاضرم بیارم. من طرف میگه چرا خودتو قبول، من میگم اشکال نداره، منو دعوت کنین پادکستتون بیایم مناظره کنین، چون من میگم آدمی ام که واقع گرام. من میگم اگه این جواب داده علتش اینه. الان اینستاگرام دیگه ویوهای 10 میلیون نمیده. چرا؟ چون یک الگوریتمش عوض کرده، تو آپدیت جدیدشه و انقدر محتوا دیگه داره زیاد تولید میشه، دوچار اشباعی شده. قدیم شما با 200,000 تا 100,000 تا لایک تا ویو 5-6 میلیون میگرفتی، الان نهایت ویوت میشه 1.5 میلیون، که تازه ریپلایاشو کنسل کنی اکانت ریچو بگیری پایینتر هم هستش. این دیگه دیالوگی تو من خودم قبول ندارم. کدومه کی؟ این که یعنی لیمیت نمیذاره انقدر شدید، میگه سخت‌تر شده. آره حالا استثنا وجود نداره. آره یعنی ببین آقا مثلا بکن، من میگم طیف ویوهای اینستاگرام خیلی باز شده. یعنی یه سری محتواها خیلی یهو زیاد ویو میگیرن، یه سری محتوا ممکن طرف پیجش خیلی خفن باشه ولی بره تو دیوار، یعنی خیلی کم ویو بگیره. یعنی منظور چیه؟ منظور دقیق مثلا میگم من الان مثلا پیج بچه‌هایی که اصلا با خود من کار میکردن، یه پیج داشتیم، پیج فکر میکنم 38,000 تا فالوور داشت. الان اگه اشتباه نکنم محتواش 14 میلیون رو رد کرده. یه ویدیوش که خیلی دیگه وایرال شد که بعد اون نزدیک 10 اومده رو پیجه. یا مثلا تو پیج خود منگنه زمانی که 9 بود یه دونه ویدیو گذاشته بودیم، ویدیویی بود که شاهرخ داشت خاطره رپ رو تعریف می‌کرد و یه دیالوگی رو میگفتش که اون زمان تقریبا با پیج 9000 تایی 4.5 میلیون ویو گرفت. خب نه ببین منظور من متوجه نشدید. منظور من نیست که دقیقاً لیمیت گذاشته. آره ولی خیلی سخت‌تر کرد. آره یعنی اون نمودار نرمال رو رعایت کرد. ولی ببین یه چیزی بهت بگم، پیج تازه تاسیس تو اینستاگرام یه تایمی بود که چه مشکلی ایجاد شده بود، کسایی که بالا مونده بودن اونایی که پایین مونده بودن دیگه نمی‌رسید. بعد ریلزو آورد، منظورم می‌خوام دقیق بگم، حالا گفتیم باز بشیم. بعد ریلزو آورد خیلی راحت‌تر شد رسیدن به اون مسیر اکسپلور، خیلی راحت‌تر شد. اختلاف طبقاتی رو به این برد. آفرین. چه جوری الان دیگه محتوای تو رو نمیاد با کلیت محتوا و لایک‌های مشابه تو بیاد منطقی بررسی کنه، بیشتر پیج تو رو با پیج خودت میاد بررسی. دقیقاً موافقم باهات. و داره مسیر اپ‌های دیگر رو میره. خب الان مثلا اضافه کردن اپ ادیت
اپ ادیت مال اینستاگرام در اصل همون یوتیوب استودیو مال اینستاگرام، توش میشه اینسایت ها رو چک کرد، سیو ریت رو چک کرد، اینجور چیزا مال اصلا یوتیوب بود. اومد مثل تیک تاک شورت تیک تاک که مثلا ویدیو کوتاه داره، یوتیوب شورتس آورد، اینستاگرام اومد ریلز آورد. خب ولی میگم الان مشکل چیه؟ اینستاگرام اومد تو رو با پستای خودت مقایسه کرد که دیگه اشکان شاتکامی که 2 میلیون ویو داره، خب حداقل 100,000 تا لایک میخوره، معلومه دیگه اون بقیه نمیتونن باش رقابت کنن. یه کاری کرد که یه پیج 5000 تایی هم بتونه باش رقابت کنه. خب من اینجا اومدم بازی باگ گذاشتم، اومدم بازی پیج 5000 تایی زدم، با اون اد استوریش کردم 1 2 3 اینم اومد بالا. میفهمین؟ من برای همین میگم اول نگاه میکنم ببینم چه خبره. خب من وایرالیمو با اون پیج کوچولوی نگه میدارم، بعد یارو میگه چه جوری هنش کن پیج کوچیکت ویوش از پیج اصلیت بیشتره. این الگوریتمه. خب ولی این که بسته، چه جوری بسته؟ قدیم مثلا ما یه پیج 50 تا محتوای حتی الکی هم میذاشتیم، میادیم دیدیم خیلیاش ویوهای خوب خورده. الان دیگه تا محتوای واقعا شکیل و چیزی که نیازمند اکسپلور رفتن باشه و مردم واقعا ببینن نباشه دیده نمیشه. خیلی رو سلیقه مخاطب بیشتر تکیه کرده، خیلی تکیه کرده. مثلا شما میگه آقا توی یه پیج ما مثلا 40K 14 میلیون خورده، اون پیج مثلا 1 میلیون فالوور داشته باشه، امکان اون 14 میلیون ویو خوردن خیلی میاد پایین‌تر و اون بوست اولیه اینستاگرام اگه از دستش بدی اینو همینجوری باید ببریش. یه موقع از اینو میبری تا مثلا الان علی جی باش تا بالا مونده، سراغابی تا بالا باش مونده، ولی این اگه از دست بدی پیجت شادو بشه، یه اتفاقی خدای نکرده برات پیش بیاد، بعدش دیگه کارت خیلی سخته. الان اینستاگرام اون فالوور بالاه خیلی کارش سخت‌تره تا فالوور پایینه. فالوور خودم همیشه میگم بچه‌ای که تازه شروع کردن خوش به حالشونه. یعنی بچهای قدیمی یه سختی زیادی رو کشیدن اومدن بالا، حالا باز بفهمن. حالا دقیقاً مثل در بچه‌ای در 60 که یه بار میگفتی که با بچه بودیم دوست داشتیم بابامون بازی کنه، بزرگ شدیم دوست داشتیم بچه‌مون بازی کنه. الان قصه پیجای اینستاگرامیه که اونایی که قدیما بودن دوست داشتن مخاطبا ببینن، میگفتن آقا گندشیم میبینن، الان گنده شدن یه کوچولو رو دارن میبینن. آره مشکل اینه. حتی خود این مسئولای مارکت‌های شرکت‌های بزرگ الان بیشتر مایل مثلا 3 تا مگا اینفلوئنسر انتخاب میکنن، 10 تا میکرو یعنی پخش میکنن. یعنی بیشتر الان مایلن که با 300 کی کار کنن که 10 میلیون ویو میخوره، نه مثلا 2 میلیونی که 1 میلیون 2 میلیون میخوره. معمولا با 2 میلیونی کار میکنن چون با استارتاپ کار کرده، میدونه سلیقه رو، میدونه برندسازی رو با اون تشکیل میدن، دیده شدن و وسیعیشو با اون کانال کوچیک‌تره. شادو بن هم یه ذره توضیح میدین؟ ببین شادو بن شدن، حالا ایشون که استادمون، ولی اینستاگرام میگه تو قوانین منو نقض کردی، من دیگه بهت مخاطب جدید نمیدم. مخاطب جدید ندادن چه اتفاقی میفته؟ پیج تو میمیره. و قدیم حتی اینستاگرام بهت نمیگفت که تو پیج تو شادو بنه، یعنی پیج تو در معرض یک حریمی برات ایجاد کرده، فقط فالوورای خودت میتونن ببینن، اسم تو سرچ کنن نمیاد مگه اینکه تا کلمه آخر اسم تو بنویسه، وگرنه پیجت نمیاد بالا و دیگه نابود میشه پیج. تقریبا تایم هم داره. قدیم نمیشه تایمش فهمید، الان توی قسمت مانیتایزیشن گفته شما تا این تاریخ مانیتایزیشن غیر فعاله، اون تاریخ که رد بشه اپلای میکنی دوباره از شادو بن اصطلاحاً در میاد. شادو بن اصلا اینستاگرام چیزی به نام شادو بن خودش نداره، اسمیه که روش در طول زمان گذاشته شده. تو گفتی شادو بن شدی؟ من 8 بار. تو چه قانونی رو نقض کردی؟ ما یه سری پسر بچه داریم که دچار بیماری‌های روحی روانی هستند. خب و شغلشون از این طریقه که چیکار میکنن، میان پیجای افراد بزرگ اینستاگرام رو میزنن و حالا به خودشون میگن امنیت، ولی در اصل اصلا عکساشون انیماتوره و میان ادیت میزنن که پیجای ما رو پروندن و اینا. چرا این کارو میکنن؟ میان پیجای ما رو میزنن، بعد میگن که حالا یا به ما هزینه بده یا هم همینجوری افتخار میکنن، حال میکنن. یا مثلا باگای اینستاگرام خیلی نرم افزار پر باگیه. من یکی از پستای خودمو اسکرین شو دارم، به خودم یه پسر بچه 15 ساله کپی رایت زد. یعنی پست من پرید، من دیدم نوشته دقیقاً ایمیل اومده بود که تو محتوای اشکان شادکامی رو تو کانال استفاده کردی و حتی یوزرنیمش هم یوزرنیم خودم بود. بعد مشکل اینجاست که حتی نمیدونست درآمد من چقدره، اینقدر کوچولو بود. یعنی از من فکر می‌کنید تقاضای چقدر پول کرد؟ 1,500,000. گفت من در اصل می‌خوام 2 میلیون ازت بگیرم، ولی چون حالا من آدم منصفی ام 1,500,000 بده، مثلا پست رو بعد برگردونم. گفتم وای واقعا زیاده ولی بیا. اصلا نمیدونست اوضاعمون چیه، اصلا ما داریم چی کار میکنیم. تو پیج 2 میلیونی اومدی پستش پولو بهش دادم، تایید داد، پست برگشت. این روشا رو میرن از عربا میخرن، روشای ریپورتیو، بعد میان رو پیجای ما اعمال میکنن و ازمون اخاذی میکنن. آقا گفتی درآمد،
گفتی خبر ندارن درآمد ما چقدر. آره. مگه چقدره؟ ببین درآمد بلاگرها متفاوته. پایین ترین درآمد واینرها دارن. واینرها پایین ترین درآمد تو بلاگرها دارن و بدترین شغل تو فضای مجازی واینریه. من خودم اگه زمان برگرده دیگه هیچ وقت این کارو انجام نمیدم، یعنی هیچ وقت دیگه واینر نمیشم، شغلای دیگر انتخاب میکنم. تنها نکته مثبتش برای من تو واینری این بوده که مثلا خیلی انرژی مثبت از سمت مردم گرفتم. حالا خیلی‌ها رو از خودکشی نجات دادم، خیلی‌ها رو از خیلی حالای بد نجات دادم و واقعا اتفاق افتاده. دایرکت دادم بهت گفتن؟ آره، مثلا در طول روز، چون من کلا فرقم با بقیه این که من خیلی با مخاطبم نزدیکم، خیلی، یعنی من قشنگ میدونم حتی دونه دونه چه اتفاقاتی تو زندگیشون افتاده، حتی زیادم باشن چون چک میکنم. و پایین ترین درآمد واینرها دارن و بالاترین درآمد هم آموزشگرای اینستاگرام. من خودم آموزشگری اینستاگرامم برام درآمد خیلی بالایی نداره چون فقط مشاوره به شرکت ها میدم و شخصی کار نمیکنم که بیام پکیج بفروشم. اصل درآمدش تو فروختن پکیج و حالا مشاورهای ساعتی اینه که من این کار انجام نمیدم. علاقه نداری؟ به چی؟ به واینری. به واینری چرا خوبه؟ بد نیست، کار باحالیه. همین که لبخند رو لب آدمو بیاری، عشقی که از مردم میگیری. من خیلی ایران پرستم، اونایی که منو میشناسن میدونن من به هیچ وجه حاضر نیستم از ایران برم. اونایی هم که حتی خانواده خودم مثلا با حتی مادرم من با این موضوع مشکل داره، یعنی مادرم میگه از ایران برو، ما رو ببر. مادر من عاشق این موضوعی که از ایران بره، ولی من اصلا اینجوری نیستم. من عاشق ایرانم، خیلی زندگی توشو دوست دارم با تمام مشکلاتش ها. منم اذیت کردن، ماشین بابامو تو همین تهران دزدیدن، ماه سوم بود که تهران زندگی کردم، ماشین بابام برده. خیلی اتفاقات منفی زیادی تو زندگیم برام میفته، ولی کلا من این عشقو از مردم نگیرم نمیتونم زندگی کنم. یعنی اون حال میکنم، میرم با پیرمرد محلمون میشینم 2 ساعت صحبت میکنم، از اینجور آدمام و با این مردم لوکال کشورم حال میکنم و نمیتونم جای دیگه زندگی کنم. با اینکه من یوتیوبرم همه جای دنیا میتونم زندگی کنم، فهمی؟ یعنی خیلی جاهای دیگه اصلا راحت‌تر میتونی زندگی آره. کنی چون اینترنت بهتر داری، دسترسی راحت‌تر داری، ولی دمت گرم، کوالیتی بالاتره. ولی کلا میگم با نه دمت گرم میگم، به نظر من نداره. خیلی شاید بگم قاسم اشتباه، من با مردم ایران و کشور ایران حال میکنم. اقتصادش بله، شرایطش سخته. من بوده که مثلا پول یک ناهار تو جیبم نداشتم، یعنی با سختی کامل شروع کردم، افسردگی‌های حاد داشتم، شغلم یه دفعه 6 ماه از کار افتاده تو ایران، ولی بازم همچنان کلا مایه‌دار نبودی قبل؟ نه اصلا، معمولی بودم. خودم شغل خودم از صفر شروع کردم، حتی گوشیمم خودم خریدم، ولی بابام وضع مالیش معمولیه، نه خیلی ضعیفه نه خیلی قویه، معمولی. گفتی بابا دوست داشتن درس بخونی، چی خوندی؟ من فوق لیسانس عمران دارم، مدیریت ساختمان. توی 5 تا دانشگاه هم درس خوندم. چرا 5 تا دانشگاه؟ من هر دانشگاه سخت میگرفت عوض میکردم دانشگاه. ببین من از اول میدونستم، من میگم واقع گرام. کاپشنه. ببین من اصلی ترین چیزی که علت موفقیتم همینه که من واقع گرام. خب من با احساسات جلو نمیرم. اینجوری که بری جلو به نظر من خیلی امکان موفق شدن انسان کلا بیشتر میشه. مثلا من از اول درس میدونستم درس هیچ تأثیر تو زندگی من نداره، چون کلا سیستم درس خوندن برای این درست شده که تو یه کارمند خوب بشی. 99% هم همینه. اینو میدونستی؟ آره من از بچگی میدونستم. من بچگی اصلا مامانم میگفت با بچهای دیگه به اینا رو نگی، به کسی دیگه این حرفا رو نزنی، فلان نکنی، اینجوری نکنی. خیلی از من میترسیدن، معلمامون میگفتن با این صحبت کنین، بچه مشکل داره. آره من مثلا بعد بچگی میگفتم خب پول درآوردن چرا بهمون یاد نمیدین، فقط شما دارین چه چرت و پرتن. تمام درسایی که من یاد گرفتم همش تو چت جی پی تی است. نگفتی تفره رفتی درآمد چقدر آخر چی خوبه؟ آره درآمدش که داداش نسبت به عموم جامعه خیلی بالاه، ولی به هوای این درآمد زیاد بیای توی این کار احتمال شکستت خیلی بالاه. من که اصلا اول واقعا نمیدونستم چقدر در میارم، ولی درآمدش خوبه. ولی درآمد مثلا یه یوتیوبر معمولی از شاید بالاترین درآمد واینر ایران بیشتر بشه. شده یه ماه مثلا اینقدی پول در بیاری که خودت کوکوپرت بریزه، یعنی اصلا غافلگیر شی؟ ببین من حقیقتا نه، چون مثلا من خیلی کارهای بهتری بلدم که از این درآمد بیشتری برام کسب کنه. یعنی من هر کاریو بگی بلدم تقریبا. شروع کرد مثلا ساختمون سازی، خب درآمدای نسبتا بهتری میده. الان رفتی سمتش؟ من آره، من اصلا تمام سرمایه‌ام 70% ملکه، ولی در کل کار خوبیه برای اون سرمایه اولیه در آوردن، کار خوبیه. ولی اینستاگرام مغازه دوم و اصلی تقریبا شاید بگی برای هر شخصیه. مردم قدر اینستاگرامو کم کم دارن میفهمن، در صورتی که قدرشو باید مثلا مثلا دیر شده الان شروع کنن. ببین دیر شده برای کوچیکاره. آره پیش کوچولوها که الان خوب دارن رشد میکنن. ببین نه برای کسایی که کسب و کارهای کوچیکن سخت‌تره. یعنی تقریبا آره، چون یه زمانی محتوای بی‌کیفیت هم میتونستی باشه یک رشدی داشته باشی، الان خب سخت شده. ولی اگه علمشو داشته باشن آره. من الان
شما فقط یه دونه پسر من بده، یه پسر معمولی حتی با یه گوشی 11 من میام برات محتوا میلیونی میزنم، کاری نداره. ولی مثلا خب یه کسی که علمشو نداره، از صفر اومده توش، هنوز صحیح غلط نکرده، تو باید بیای با قولا مقایسه کنی. مثلا یه کسی هست مثلا آشنا یه کانکشنی با من میگیره، من براش 3 تا سناریو مینویسم، مثلا خب یه رقم خیلی بالایی باید یک پیج کوچیک هیچ وقت کارو نمیتونه بکنه. سناریو نویس خوب، فیلم بردار خوب، معمولی ترین فیلم بردارن روزی 10 میلیون تومانه. خب معمولی ترین میکروفون دیگه یکم هزینه ها بالا رفته و برای کسب و کار کوچیک یه خورده سخت شروع کردن. میگم من واقع گرام نه، همه باید شروع کنن، همه میتونن فلان، ان شاء الله همه به خیر و خوشی میریم. از این خبرا نیست، سخته اینجا الان رقابته، نمیتونی نتون، برو با زندگی عادی تر زندگی. اقیانوس قرمزه. گفتی اشکان روزای سخت، افسردگی. بله. یادمه که یه مقطعی، حالا من خودم جالبه تو رو توی اون بلایند دیت که دیدم، نظرم راجع به تو یه ذره تغییر کرد. بله. خوشم اومد از اون کاراکتری که اونجا نشسته قبلش بود. این دلغکای اینستاگرامی نه اصلا. ببین بازیگرای به من نگو، چون من خودم اون آدمم که از همکارام میخورم. چرا داری این کارو میکنی؟ که نه که فلانی رفته بلاگر شده، که فلانی رفته یوتیوبر شده. یعنی من تو زمین شما بیشتر ولی اینو میخوام از بلایند دیت چه خبر؟ ببین بلایند دیت تو اینجور دیت، من چون خب مثلا آدینس نسل زد خیلی زیاد دارم، خب اینا یه عضوی از زندگیشونه. یعنی مخصوصا بیشتر خانوم ها خب خیلی علاقه‌مندن به این سری محتواها و الان مثلا یه برنامه جدیدم اومده که پایش همین برنامه لاو آیلنده که اولین بار تو انگلستان سال 2005 اگه اشتباه نکنم، یه برنامه انگلیسیه بیس دیتاییش و اینجوری که شروع شده و چند تا جوون مجرد میرن و حالا تازه خیلی ایرانیزه شده این برنامه. یعنی خیلی از خط قرمزها رو میدونن که نباید رد کنن و خیلی کلا برنامه دیت داخل ایران خیلی ویوهای خوبی داره. خب من دیدم یه برنامه دیت داره ساخته میشه و خب بازی خیلی بالایی داره تو کشور میگیره و خب سازندش رفیق من بود و به من گفت وینی. آره میدونم که پیجشو بستن، میدونم که الان آره. فعالیت نمیکنه. نه ممنوع فعالیته. آره. و ببین اینجوری بهت بگم، من دیدم یه بلایند دیتی داره ساخته میشه، خب و قسمت سومش هنوز نیومد بود. به من گفت شرکت میکنی؟ گفت آره. من سومی نشدم، شدم آخری. مثلا یعنی من وقت نکردم، اونم نشد، رفتیم جلو و اون زمانی که یعنی من قرار بود برم هنوز 200 کی بود. رکورد یوتیوب فارسی زبانو شکست و بعد ما رفتیم شرکت کردیم. فردای روزی که ما رفتیم شرکت کردیم وینیو خواستن، زنگ زد به من گفت اشکان من میترسم، میای با هم بریم؟ گفتم آره. من رفتم اونجا، اون دوست عزیزی که اونجا داشت مسئول انتظامیش گفتش که شما با ایشون اومدی، شما هم پادگیر، منم گرفت، پیج منم بس. یادمه. و اصلا یعنی اسم من حتی تو پرونده نبود، یعنی بود که مثلا و خود وینیو چرا برده بودن همه فکر کردن به خاطر بلایند دیت، اصلا به خاطر بلایند دیت نبود. اونو یه دختر خانومی تو خیابون اومده بود، یه مصاحبه بدی گرفته بود، بعد وینی قبلا مصاحبه میگرفت. یادمه. بعد اون شخص اومده بهش گفته اینا رو از کجا اون دختر خانومو گرفتن که اون دختر خانم محتوای جنسی میساخته، بهش گفتن از کی یاد گرفتی؟ گفتم من وینی یاد گرفتم. وینی رو گرفتن، منم باش گرفتن. یعنی اصلا برای بلایند دیت ما رو نگرفتن. جالبیش اینه، شاید باورتون نشه، خدا شاهده همینه ها. یعنی بلایند دیت اوکی بود، خط قرمزی رو نشکونده. ببین بلایند دیت این بار دومی که گرفتن همشونو سر بلایند دیت بود. بار قبلیش که فقط ما رو گرفتن سر این بود که اون دختر خانم ساخته بود. بعد وینیو خواست، گفتن مثلا قاضی گفته تو از کی یاد گرفتی دختر جان؟ گفته ببخشید من از فلانی دیدم تو یوتیوب یاد گرفتم. گفتن خب اون فلانی و رفیقاشو بگیم بیاد. ما رفتیم، من گفتیم، بعد به وینی گفته بودن برای تبلیغات پاشو بیا. بعد من گفت تو اینستاگرام بلدی؟ میگن برای تبلیغات پاشو با هم بریم. رفتیم اونجا، گوشی منم گرفتن، رمزم هم گرفتن، پیجام بستن. یعنی من اصلا باورم نمیشد، ولی وکیل میگرفتم فلان، اصلا قانونی نبود کار. وینی و همکاران، من همکارش نبودم که، من شرکت لاکار رفتیم ما و خود اونجا هم گفتن آره لاکار رفتیم. استاد تو آرشیو کردن اون موقع؟ آره باز لطفی که کردن تشکر میکنم ازشون، آرشیو کردن حداقل، پاک نمیکنه، پاک نکردن. آره حالا یه چیزی بگم، چی کار کنیم نگیرنمون؟ چه خط قرمزی رو شکوندیم؟ یعنی هر وقت اراده کنن شما رو میگیرن. اونو که میدونم. آره یه سری پیجا و یه سری کانالا هستن، اونو ازت محتوا برن بالا، کارت تمومه. زد یه دونه پست برن بالا که این داستانا دیگه چه خبره، فردا صبح شما رفتی دیگه، ان الله و علیه راجعون. من فکر میکنم تا حالا 11 بار منو خواستن. چی شد حالا پیجت برگشت؟ چجوری برگشت؟ یعنی به اجازه دادن به فلان موقع پستا رو برگردونی؟ دادگاه. آها پیگیری قضایی کردی؟ بله. بعد گفتی چقدر طول کشید بازش؟ 21 روز. 21 روز. بعد که از آرشیو در آوردی پیج الگوریتمی به چخ رفته بود یا اوکی بود؟ من بلدم چجوری برش گردونم دیگه. آره اون که کامل از الگوریتم خارج میشه دیگه. پستا
همه از الگوریتم خارج میشه، آسیب‌های طولانی مدت میزنه. ولی خب ببین من اینستاگرام برام انقدر ساده شده، یعنی انقدر برام ساده که میدونم همین الان باید چیزی محتوای 10 میلیون بگیرم، چه کار باید بکنم، ولی نگاه میکنم که دیگه تو درآمد اشکان شادکامی تاثیر اونقدی نداره. خب اشکان شادکامی دیگه فقط صرفا هم برندش باید بره جلو. ببین من نگاه میکنم که میتونه لیمیتو بشکنه یا نه. خب وقتی من میبینم درآمدم دیگه انقدر ثابته، میگم از این بیشتر دیگه فعالیت کردن تو این کار اشتباهه. خب الان چیه که وسعت کارش ته نداره؟ یوتیوب بازه درآمدی ریونیوت چیز نداره، از مانیتایز خود یوتیوب. آفرین. ته نداره، ولی این اینستاگرام ته داره. متاسفانه بزرگترین مشکل ما تو ایرانیه که تبلیغات، مدیران تبلیغاتی برندهای بزرگ و استارتاپ ها به چیزی تبلیغاتی میدن که خودشون نگاه میکنن. مثلا برای همین یکم رو یوتیوب هنوز گارد دارن رو سرمایه گذاری، چون میگه من خودم نگاه نمیکنم. ببین بیلبورد میخوان بگیرن تو مسیر خونه خودشون میگیرن. آره هیچی بود بگم، یه دونه برند لوازم خونگی مطرح بود باهاش کار میکردیم، بعد اینا می‌خواستن بیلبورد بگیرن، بعد یه مدیری از خارج قرار بود بیاد، اینو چیده بودن که مسیر هتل تا مسیر دفتر رو چیده بودن، بعد این یارو کورکوپر شیخته بود آقا شما کل شهر رو بیلبورد زدین، از هر خیابونی میرم بیلبورده. چه هزینه‌ای داره. آره بعد بودجه رو آزاد کرده بودن. آره من خودم چون با استارتاپ ها خیلی کار میکنم، در جریان خیلی کاراشون هستم. حالا اشکان یوتیوب هم مثل اینستاگرام تونستی دیکود کنی، کشف کنی، همه چی شد. آره یوتیوب فرقش با اینستاگرام بزرگترین تفاوتش چیه؟ یوتیوب اینستاگرام میگه 3 ثانیه اول، یوتیوب میگه تامنیل. اون تامنیلش خیلی مهمه که تو کیو گذاشتی رو تامنیل، چقدر کلیک داره، تامنیل چی هست، چه جوری چی روش نوشتی. آره چی روش نوشتی، اصلا چیزی شاید روش نباید بنویسی واسه تایتل چی، اونم همین. بله نه تامنیل اول، بعد تایتل و حالا محتوای خوب باعث میشه که چی ازت ادیت بزنن تو اینستاگرام و ویوت بره بالا. مخاطبین یوتیوب معمولا میگن بریم فلانی رو ببینیم بریم، نمیان سرچ بزنن، معمولا میان دنبال که کیو ببینن. میفهمی منظورم چیه؟ و متفاوته آره، ولی خب نمیشه به اون قطعیت این اینستاگرام در موردش صحبت کرد. اشکان حالا تا حالا شده یه کلیپی بسازی، یه حرکتی بزنی، یکی سنگین از دستت ناراحت شه؟ آره خیلی شکایت که الان دارم، 2 تا پرونده شکایت دارم. درد شکایت بوده؟ شکایت کردن ازم، افترا اینا بهم زدن که من افترا انگار زدم و بی‌احترامی کردم. و یه بازیگر خیلی تاپ هم همین جدیدن یک دونه کلیپ مثلا شوخی کرده بودم باهاش، خیلی ناراحت شدم. جدی؟ آره کلیپو برداشتم. ولی من اینجوری نیستم که بجنگم، مثلا اصلا دوست ندارم آدمو ناراحت بشم. مثلا همین که بگه من ناراحت شدم این چی بود، ازش معذرت خواهی میکنم 10 بار، وایس میدم آقا من عذرخواهی میکنم فلان اون. حالا اون طرف شاید به خودش بگه بعد تو عمدن می‌خواستی به اون نفر بزنی یا به خودش گرفته؟ نه من اصلا کسی نمیزنم، مثلا شوخی کرده بودم، میفهمی مثلا ولی قصدت سوژت همون بوده؟ آره هم اسم آورده بودم. اما الان اسم نمیاری. نه خیلی بازیگر مشهوریه، نگیم بهتر. پست البته 1 میلیون نفر دیدن دیگه. چیز بدی بود؟ نه از نظر من نه. با یکی از دیالوگای داخل ویدیو مثلا حال نکرده. جنبه شوخیمون پایینه کلا. آره خیلی. ایران اصلا تو این موضوع فاجعه است. ایران میگن هیچکی، مثلا کادر درمان میگه سر سوزن با من شوخی کنی، ما زحمت کشیم فعلا، اصلا نزدیکمون نشو. میری مثلا با تنها شغلایی که باهاشون اجازه میدن شوخی کنی شغلایی که پول دارن، میگن ما به یک برامونم نیست. هم بونگا ماشینی، بونگا املاکی، اصلا ناراحت نمیشن، میگن هرچی دوست داری بگو. آره همین که هست. کلاتونم برام دارین، پولتونم ازتون میگیریم، همین که هست. اونایی که پول در میارن براشون مهم نیست. این موضوع اصلی به نظرم همون درآمده. اونایی که درآمدشون خوبه اصلا براشون مهم نیست، میگن هرچی دوست داری بگو. الان بلاگرا رو انقدر به ما میگن مفخوری، لاشخوری، فلانی بیسانی، حرفوشیو بگی به ما میدن. بلاگرا میگه من که میلیارد دارم برام مهم. کسی تو رو تا حالا اینجوری گفته بهت مثلا یه جا ببینی مثلا تو خیابون بده چیزی برای رو بگه؟ آره. چی بهش میگی؟ هیچ میخنده. بدتر میسوزه. آخه مشکل بلاگرا با بازیگرا چیه اشکان؟ بلاگرا با بازیگرا مشکل ندارن، بازیگرا با بلاگرا مشکل دارن. میگن شما هنر خاصی ندارین که اینقدر دیده میشین، هنر خاصی ندارین اینقدر درآمد دارین، همتون دلغکین، نمیدونم از این قبیل دیگه. حالا صنف شما این مشکل با ما داره. ببین مثلا اینجوریه که تو خارج اینجوریه که یک آدم که تیک تاکر حتی جلو دوربین میرقصه ویو بالا میگیره، بهش میگن آقا بیا فرش قرمز. مثلا آیشو اسپید محتواش اگه شما ببینین چیه مثلا فاجعه است. مثلا میگیره عکس رونالدو رو لیست میزنه، مثلا این انقدر فجیع زرده، فجیع اصلا این چیز وحشتناک. میبرنش مراسم توپ طلا میره کنار مثلا رونالدو مسی میشینه. پذیرفتنش دی کانسپتش اینه دیگه.
آیشو اسپید. ولی ایران مثلا یه نفر یوتیوبر، یه نفر اینستاگرامه، مثلا بازیگر اینجوری اینا که اصلا اخن، اینا که اصلا فلان. ولی باید قبول کنیم که توی جهان امروزی کسایی که توی سوشیال پیج‌های بالا دارن، حالا به نحوه‌های درستش، آدمایی که بالاخره زحمت کشیدن. ولی مثلا تصور کلا جامعه هنرمندان ایران اینه که مثلا بلاگرها آدمای بدی ان، دلغکن. نمیدونم اینا با اینکه من بلاگر پول نداشتم یک جاگوشی بخرم، میذاشتم تو ظرفای مامانم، از خودم ویدیو میگرفتم، خودم ادیت میزدم، خودم کاور میزدم. من الان صدا برداری بلدم، فیلم برداری بلدم، نورپردازی بلدم، سناریو نویسی بلدم. خب کدوم بازیگری همه این کارا رو خودش انجام میداده میرفته فیلم بازی میکرده؟ ولی بازیگری حرفه‌ای 100% سخته. شاید من هیچ وقت نتونم یک فلان بازیگر بازی کنم، ولی این بازیگرم که حالا یه اکت خاصی داره، اینم در حد خودش خوبه. من میگم چرا اصلا این ورا ما نمیبینیم؟ من مثلا خودم طرفدار نوید محمدزاده‌ام تو اکت، تو کارگردانی طرفدار آقای مدیری ام، طرفدار آقای عطارانم. خب کاراشون رو قبول دارم. تو نویسندگی آقای قاسم خانی پیمان قبول دارم و الگوها من ازشون یاد میگیرم. ولی من میگم چرا مثلا از نظرشون یوتیوبی، اینستاگرامی کلا مثلا میگن اینا که اصلا هیچی، یعنی اصلا از به ما به چش یه آدم پست نگاه میکنن. یعنی مثلا یه روزگاری بود بازیگرا اگه توی کلیپ تبلیغاتی بازی میکردن خیلی بد بود. بله. بعد همه داشتن تو خارج این کارو میکردن. جورج کلونی مثلا کلیپ داشت، براد پیت فلان، همه گنده ها توی بالاترین سطح جهان داشتن بازی میکردن، سفیر برنده میشدن. دقیقاً. ولی تو ایران اینجوری بود، نه بده فلان. اگه یه بازیگری میرفت این کارو میکرد خیلی بد، چیپ بود قشنگ. الان حل شده این مسئله. من به نظرم این داستانه هم حل میشه. ببین الان من توی اپیزود دیگه هم گفتم 2 جوون یوتیوبرن یه فیلم ساختن، تاک تو می، سر و صدا کرده، ترسناک. یوتیوبرها یعنی جالبه ببینیم یه کوچولو آینده رو ببینیم. این که تو میگی، منم یه روزگاری بازی داشتم میکردم، رفتم نورپردازی یاد گرفتم، ادیت یاد گرفتم، تامنیل خودم زدم، همه اینا رو رفتم سفت، زبانم رو هی بهتر کردم. با پناه دخترم یه چنل انگلیسی داشته باشیم که اگه یه روزی خواست ادامش بده بتونه. بله. اینا یعنی این که بارها از این کامفورت زونم اومدم بیرون. همون بازیگرایی که پشت سر من به شخصه و شما بد میگن، موقع فیلماشون میگن آقا میشه اینو استوری کنی، موقع تئاترشون میگن میشه اینو استوری کنی. مسلکش اینجوری نیست، اینجوری کار نمیکنه به نظر من. بله. ذره بی عقده تر. من میگم ما که هیچ مشکلی نداریم، طرفدارشون هم هستیم. من خودم میگم تئاتر مثلا نوید تئاتر میذاره اولین نفر، من میرم میخرم میشینم نگاه میکنم، لذت هم میبرم. بازیگر رو من دوست دارم، میفهمی؟ خیلی بازیگرای دیگه هم هستن توی کمدی، مثلا من رضا عطاران خیلی دوست دارم و نگاه میکنم لذت میبرم، هیچ هیتی هم ندارم. یه بازیگری خوبه، یه بازیگری لولش بالا پایینه، ولی من نمیگم بازیگرا بدن، میفهمی؟ ولی مثلا میگن بلاگرا بدن همه. بعد مشکل اصلی ما از کجا شروع شد؟ از جایی که کسایی که حالا هنری نداشتن به طریق محتوای زرد دیده شدن. خب ولی آیا ما فیلم کمدی سینمایی زرد در داخل ایران کم داریم؟ من چند تا میخوام براتون بیارم که شما اصلا کاور عکس رو نگاه میکنی مشخصه فیلم ببخشید چرکه. خب من خودم هم محتوای بد ساختم، هر کسی شاید یه کار بد تو کارنامه‌اش داشته باشه، نمیشه که بگی کل کریرش آقا فلان. حتی بزرگترین کارگردانای ایران هم الان کار خوب دارن. آقای مدیری خودش میگه من اینقدر کار خوب دارم، اینقدر کارم مثلا دیده نشده، کارم بد بوده فلان. ولی همه رو با یه چوب نباید بزنید. حالا مثلا یه بلاگری هم داره کار بدی میسازه، یه بلاگری هم یه محتوای خیلی بد جنسیت زده ای نمیدونم ریسیستی داره میسازه، ولی همه رو که نباید به اون چشم ببینیم. حالا از نظر بلاگری هست تو مخ خودت باشه، یعنی مثلا بگی آقا دیگه این دیگه اصلا حالا با هر متر معیاری در نظر بگیریم رد نمیشه. ببین دوست ندارم اسم بیارم چون دلشون واقعا میشه. اسم نبر ولی بگو هست. آره هستن خیلی زیاده. چه سبکی رو حال نمی‌کنی وقتی می‌بینی مثلا اونجوری داره میسازه؟ ببین این کلیپ‌های جدی که مثلا میسازن که مثلا وای باورم نمیشه من تو رو دوست داشتم ولی این رفیق خودم بود، بعد میره مثلا من کارت داشتم می‌خواستم شماها رو امتحان کنم، میره کارت می‌زنه. کلیپ‌های جدی که واقعا ما توش خوب نیستیم. حالا یکی واقعا خوبش رو میسازه، خب یکی با اینا مشکل دارم، یکی ویدیوهای طنز دیگه مثلا ببین ما تا یه حدی با یه چیزا شوخی میکنیم حالا، ولی چیزا دیگه نباید رد کنیم.
مثلا دیگه خیلی جنسیت زده بسازی، مثلا دیگه حدش رو رد کنی، یا خیلی ضد مرد یا خیلی ضد زن بسازی، مثلا اوکی نیستم. یا مثلا دیگه خیلی چرک بازی داری. مثلا من خودم میگم بعضی کلیپای مثلا 2 سال قبلم میگم اوه این فاجعه است واقعا. خودم شده کلیپ رو آرشیو کنی بگی وای وای خیلی 230 تا کلیپ سر این موضوعا که بگی آقا من چرا اصلا ساختمش. آره کلیپ بد زیاد. ببین وقتی تو داری غرق میشی دیگه نگاه نمی‌کنی، به هر چی هست دست و پا میزنی. و چه بسا که میگم توی فضای مجازی چون اینجوریه که تو هی باید کار کنی، استمراره هی باعث میشه فرسوده تر اینجوری میشی دیگه. بعد دیگه از لحاظ روحی روانی پایداری نداری، احتمال هر اشتباهی رو داری، احتمال هر چیزی هست که مثلا یه ویدئویی بزنی و بعدم میگی وای این چه اشتباهی بود من کردم. تحت فشار مالی، تحت فشار روحی احتمالش هست. بله مثلا ویدئویی زدم که بعدن این آره اینجوری ویدئوی خودم رو اینجوری نگاه کنم، آره حاضر دارم یه تامنیلی که نباید بزنم زدم، یه ویدئویی که نباید بسازم ساختم. بله آدم تحت فشار شاید هر کاری بکنه. جالبه. یه سوالی دارم اشکان، تو الان یه تیم فکر کنم چند نفره رو داری مدیریت میکنی. بله. و عملا یه کسب و کار داری دیگه. بله. اینجوری نیستش که بگی آقا من یه نفریم که رندوم دارم این کاری میکنم. بله. چقدر سواد کسب و کاری برای خودت به وجود آوردی؟ چقدر تو این حوزه ها مثلا میری چه میدونم کتاب میخونی، دوره میبینی، اصلا بیزینست رو تعریفی ازش داری که مثلا من دارم اینجوری میکنم، چه میدونم قسمت حسابداری براش داشته باشم، قسمت مدیریتی داشته باشم، از اینجور چیزا داره کسب و کارت؟ آره من اولین چیز و مهمترین چیزم اینه که پایین آوردن ریسک و بالا آوردن سود. بعد توی ایران مثلا درآمدزایی با گذشته خیلی متفاوت شده. من پورتفولیومو اینجوری میچینم که مثلا همه چی توی سبدم باشه. خب حالا چه جوری همه چی یعنی چیا؟ چقدر پراکنده است؟ ببین طلا، دلار، ملک، تا سرمایه‌گذاری ارز و ملک و کارهای اجرایی خودت. خب و به نظر من مثلا ملک با اینکه اون سودش کمتره ولی اون حاشیه امنش خیلی بالاست. من کاری رو انجام میدم که حاشیه امن بالایی داشته. مثلا تو ارزهای دیجیتال و اینا یه بار رفتم دیدم نه خیلی ریسکش بالایی، برای همین هیچ وقت کسی رو ترغیب نمیکنم. ولی در کل مثلا چجوری کسب و کارامو هندل میکنم، کتاب بعضی اوقات میخونم، نه خیلی که آدم خیلی کتابخونی نیستم، نمیتونم اونقدر تمرکز کنم به علت مشکلای روانی که فضای مجازی برام به وجود آورده. اونقدر تمرکز روحی روانی نمیتونم بکنم که بشینم کتاب بخونم، یعنی دیگه مغزم نمیکشه. ولی بچگیام مثلا خیلی کتاب میخوندم ولی الان اصلا این قابلیت رو ندارم. بیشتر کتابای روانشناسی جامعه شناسی میخونم که رفتارهای عمومی مردم رو ببینم. مثلا که یه کتاب میخونم در مورد رفتار گله‌ای که انسان‌ها چجوری مثلا فعالیت میکنن و خیلی تاثیر داره. مثلا بزرگترین مثلا درسی که من از توش برداشتم، مثلا میگم توی فضای اون در مورد چیز دیگه صحبت میکنه، اون اصلا در مورد فضای مجازی صحبت نمیکنه ولی همش ربط داده میشه. مثلا مستر بیست بزرگترین یوتیوبر دنیا میاد تمام چالش هایی که در داخل مسابقات بیست گیمز میذاره چالش های روانشناسیه، چالش هایی که ببینه آدما مثلا در قبال همدیگه مسئولیتشون چجوریه، آیا هم نوعشو به خاطر سود بیشتر خودش میفروشه یا نه. یه تستای جامعه شناسی خیلی باحالی و میاد به صورت گیم مثلا چیز میکنه. یا مثلا خیلی ساده ترش توی فضای مجازی خیلی از مردم وقتی دارن کامنت میذارن صرفا 20 کامنت اولو میخونن. اون مثلا تأثیری که رو مردم میذاره خیلی کامنت های اول روی دیدشون به نظر من تأثیر میذاره. و بزرگترین مشکل جامعه ما اینه که فکر میکنن که فضای مجازی چون یه محتوای زردی زیاد دیده میشه الان همه محتواها زرده. نه، اون محتوای بیشتر دیده میشه. ما هزاران محتوای خوب داخل یوتیوب داریم، بالاترین ویو مال عشق ابدیه. چرا؟ چون محتوای زرده. منم الان این ویدیو رو بسازم همونقدر ویو میگیره، آقای استخری هم مثلا بره تو همون ویلا به جای خانم ساله آقای استخری هم باشه 5 6 میلیون ویو رو میگیره. میفهمی؟ چون محتواییه که همینه. یعنی تو هر کسی اونجا باشه 5 دختر پسر رو همین الان ما تو تهران بذاریم تو یک ویلا 4 تا دوربین مدار بسته بذاریم 10 میلیون دوباره میخوره. چون میخوای حالا من نرم تو ویلا همین. میفهمی؟ یعنی نه، منظورم اینه که هر کسی اون برگزار کنندش باشه همونه. محتوای زرد، محتوایی که ویو بالایی داره ولی مردم همه رو با یه چوب میزنن. مثلا یارو میاد با شوهرش کنار یخچال میرقصه، میگن این است که چرت و پرت شدی، همه دارن کنار یخچال میرقصن. نه، تو باید بیا اینجا کسب و کارت رو راه بندازی، باید بیا اینجا بهتر دیده بشی. هر ایرانی الان باید یه پیج پابلیک برای شغلش داشته باشه. یعنی شغلت هر چی میخواد. بعد یارو گفت
من یه بار این حرف یه جای دیگه زدم و نوشتم خب من فلان شغلم، منم یعنی میتونم داشته باشم بابا اصلا هر چی تو بگو، بازی کننده با مورچه میتونی باهاش تولید محتوا کنی، یعنی اصلا اینجوری. تازه اکثر شغلا که خیلی راحته، واقعا ساده. اشکان لای حرفات گفتی مشکلات روحی روانی که اینستاگرام برای من به وجود آورده باعث میشه نتونم تمرکز کنم. نفهمیدم منظورت. ببین بالاترین مشکلات روحی روانی که برات ایجاد میکنه، یکی اینی که شما بازیگرا خوبیتون اینه که یه فیلم میسازین و تا سالها تو ذهن مخاطب میمونه، براتون ارزش ایجاد میکنه و اون فیمه به همین راحتی فید نمیشه یا خراب نمیشه. ما اولین مشکل روحی روانی که داریم همیشه باید بدویم، چون هر لحظه اینه که یه نیروی جوون تازه کار میاد و از تو رد میشه و توی این بازی حالا کی بیشتر دیده میشه و کی مثلا درآمد بیشتری داره از تو میزنه بالاتر. و خب یعنی یه مسابقه دیگه اگه بهش نگاه کنیم، یعنی من به این چشم بهش نگاه میکنم، برای من همه چی رقابته و همیشه باید تو تکاپو باشی. خب این یه مشکل، اولین مشکل ذهنیه، این که آقا مثلا من عقب نمونم. دو مشکلی که تمام واینرها دارن حتی اگه نگن، مشکل از دست دادن فیمه. احساس میکنن که مثلا امکان داره اون محبوبیت و معروفیت کم بشه. چرا؟ چون یه علتش اونی که اون عشقی که از مردم میگرفتی دیگه نمیگیری، دیگه نمیشناسن، دیگه تو دید نیستی. خب اینا حتی خیلی هم میگن برامون مهم نیستا، ولی توی روزمره دو تاثیر میذاره. مثلا کسایی که تو رو میبینن دیگه به جایی که از محتوای تو تعریف کنن، از محتوای فلانی تعریف میکنن. چطوری خوبی، چه خبر؟ آره محتوای فلانی چه باحاله دیدم. با اینکه تو همکار تویی نمیگم چقدر فلان محتوات باحال بود. اینا مثلا همه رو روحیه ما تاثیر میذاره. خب چرا میگی؟ مثلا برای خود من خب همین اتفاق افتاده و همه میان مثلا آقا فلانی چقدر خوب بود، فلانی تو فلان سریال چقدر خوب بود. حالا من یه سریالی بازی کردم چه میدونم 16 سال پیش که از قضا به دل مردم نشست و مورد لطف اونا بودم از اون روز. ولی خب معلومه که 1000 تا جوون اومدن و از بسیار رفتن جلوتر و بسیار خوبن و درخشان و ما میشینیم لذت میبریم. چقدر وابسته این ماجرا باشی به نظر من خیلی مهمه. ضمن این که اذیت کننده میشه برات. یه دفعه یه آدم بزرگی هم بود تو حوزه رسانه به من گفتش که تو حیفه که نیستی، یا تو توی ATL ها نیستی، تو رو بیلبورد نیستی، توی تلویزیون نیستی، توی رسانه خانگی نیستی و داری یه چیزایی رو از دست میدی. من میدونی بهش نگفتم ولی تو دلم میدونی چی گفتم مگه دیوید بکام فوتبال بازی میکنه الان؟ مگه نیست؟ هست، خوبم هست. بابا داریم میریم یه سمت دیگه، بفهمید. و اتفاقا چیزی که من سعی کردم و برام آسون نبوده الان چند دقیقه پیش داشتم میگفتم اینه که از اون دایره امن خودم بیام بیرون و برم یه چیزایی رو یاد بگیرم. این یه آدم تشنه‌ای که تازه مثلا میخواد شروع کنه، میدونی؟ مثلا یکی از تفاوت‌های شما با ما همینه. میگم شما مثلا میگی من یه سریال خوب بازی کردم، خب و مردم لطف داشتن، هنوزم که هنوزم میگن شاهرخ استخری فلان، هنوز بهت عشق میدن فلان. این اینستاگرام این نیست. اینستاگرام تو میتونی بعد 3 ماه جوری فید بشی که حتی دیگه کسی بود سلام علیک نکنه. مثلا یه مثال بزنم، الان مثلا یه سری از اینفلوئنسرها و واینرهای قدیمی بودن، یه مدتی به کوب محتوا میساختن و ول کردن. حالا بعضیشون رفتن مثلا چه میدونم تئاتر ساختن، بعضیشون کارهای دیگه کردن، یعنی اونا الان فید شدن ولی به نظر من هستن. ببین اونا هم خیلی الان دوست دارم، خب دوستامونن، رفیقای منم هستن، خیلی هم عزیزن برام، ولی خب آره اونا هم فید شدن و دوچار این مشکل این چهرهشون رو دیگه نمیشناسن یا پول در نمیارن. ببین هم پول در نمیارن دیگه از طریق فضای مجازی که مهمترین چیزه دیگه. تعارف که نداریم، شما رایگان الان اینجا نمیشینی، میفهمی چی میگم؟ و هم پول در نمیارن، هم این که الان میدونن دیگه بازار رقابت متفاوت شده. قدیم شما باید دوربین داشتی، کست داشتی، فلان داشتی، الان نه. الان یه نفر میاد با یک گوشی ایران رو تکون میده. ما یه دختر بچه‌ای داریم که هر ویدیوش داره 10 میلیون ویو میخوره، خودش و خواهرش و یه خودکار. و تو الان 20 نفر تیم بیاری یه ویدیو بگیری بعد 10 اونم نخوره، پشمات. این برات خوشاینده یا ناراحت کننده است که با یه موبایل میسازن و تکون میدن؟ ببین من هیچ وقت از پیشرفت دیگران ناراحت نمیشم، از این که خودم بد کار کنم و عقب بیفتم ناراحت میشم که چرا تو خوب نیستی، چرا چه چیزی از اونا کمتر داری که نمیتونی به بهترین خودت برسی. من خودمو همیشه با خودم مقایسه میکنم و میفهمم که تو الان به اندازه کافی خوب نیستی. چرا خوب نیستی؟ وقت کم میذاری، نمیدونم محتوات خوب نیست، کیفیتت خوب نیست، تو هم باید بری همون سبک درست کنی. خب من این
رقابت رو دوست دارم، میفهمی؟ ولی این ترس از منفور شدن و ترس از فید شدن و ترس از دست دادن جایگاه توی همه واینرها هست و به خصوص کسایی که دره رو تجربه نکردن. یعنی این پایین اومدن و فید شدن رو من یه بار تجربه کردم، الان دیگه مثلا شادوبند میشم، 3 ماه نیستم، درآمدم نصف میشه، 1/3 میشه، اونقدر خرابم نمیکنه. ولی مثلا بچهای جدید یوتیوبرها مخصوصا من میبینم، حالا خیلی از مردم نمیفهمن، مثلا یوتیوبرها ویدیوشون رانک داره دیگه، مثلا تو 10 تا ویدیو اخیر چندم شده، وقتی 10 میشن تا 3 روز حالشون بده، اصلا تو کمان، وای هر دقیقه نگاه میکنن. این رود باید تاثیر بذاره، باید برات مهم باشه، ولی اینکه هر دقیقه همون حرفی که آیه استخری فرمودن اینقدرم دیگه رود فشار بیارم بده. ببین تا یه حدی فشار رو خودت بیاری خوبه که باز باعث موتیویشن میشه، انگیزه بده خودتو بهتر کنی. از یه حدی بیشتر شه واقعا دیگه نابود میشی. من واقعا یه زمانی بوده انقدر خودم فشار آوردم، نگاه تو آینه کردم نمی‌بینم، فرد افسرده مریض دیوونه شدم تحت فشاره، میفهمی؟ نباید بذاری به اون برسه و متاسفانه ما راهنما و مشاور خوبی نداشتیم و بعضی اوقات یهو چشامون رو بستیم باز کردیم دیدیم تو اون شرایطی. یه سوال درآمدی ازت دارم، عددشون رو میخوام ازت بپرسم. میخوام ازت بپرسم که تو الان اگه کل سبد درآمدی تو، پولی که از یوتیوب مثلا مانتایز میکنی، پولی که از تبلیغات در میاری، پولی که از حالا شاید کارهای دیگه اسپانسری در بیاری، عددشو میدونی چند درصد از کدوم کانالاست؟ بخوای مثلا اگه میخوای بهش فکر کنی ذره. نه میدونم. خب چه جوریه؟ چند تا کانال درآمدی داری؟ هر کدوم چند درصد درآمدتو میسازن؟ ببین بستگی داره به اون تمرکزمو که روی چی میذارم. خب هر چی من فوکوسمو مثلا بزنم روی یوتیوب مثلا میانگین 6 ماه بگو مثلا. آره ببین آخه من نگاه میکنم که الان تو کدوم اون بازه درآمدی بازه، میفهمی؟ یعنی اون آماده نقد شدگیش بالاه. مثلا تنور کدوم داغ‌تره؟ مثلا از وسطای اسفند تا برج 3 اینستاگرام اوضاع مالی به شدت توی ضعفه. اینستاگرام از برج 9 تا 12 اوج درآمدیه، برندها تمام بودجه های تبلیغاتی و ادورتایزمنتشون رو دارن مثلا همه رو خرج میکنن. خب و تو اون تایم بالاترین درآمد رو باید ببری سمت اینستاگرام. خب یوتیوب کی باید بیای؟ تایمی که دم کریسمس آر پی ام تا 7 میره، میفهمی؟ خب سال بخوای ببینی چه جوری میشه؟ مغز سوالم اینه که تو کدوم بیشتر؟ تو یک سال که همه این بالا پاییناشون رو در نظر بگیری، سهم بندی بخوای کنی، چی بهت من این کارو نمیکنم، لحظه‌ای چک میکنم. میدونی چرا مثلا نمیشه جواب تو داد؟ چرا؟ چون مثلا 1 سال 2 سال پیش اینستاگرام فاجعه بود. یوتیوبرها فقط صرفا با یه ریاکت رفتن تا ماهی $80,000 میتونستن دیارن. الان اصلا دیگه از اون خبره نیست، میفهمی؟ الان دیگه تو ریاکت بری 40K میخوره، 40K به $200 میده که 20% هم بدی شرکت نقد کننده کلا میشه 7-8 میلیون تومان، میفهمی؟ برای یک فقط ادیتش باید 4 میلیون تومان پول بدی. چرا شرکت نقد کننده؟ چرا نمیری خودت شرکت بزنی مثلا تو دبی؟ ببین من اون هنوز نه زمانشو داشتم نه اونقدر قدرتشو داشتم. یکی بود به من گفتش که اینا خیلی قراردادهای بیرحمانه میبندن. میبستن، الان نه دیگه. الان شرکت خوبی هست. آره یه شرکتی بود که مخصوصا واینرها رو دهنشون سرویس کرد و اکثرا اصلا از یوتیوب رفتن، انقدر قرارداد بیرحمانه بود. ولی خب دیگه الان یوتیوبرای نسل جدید همه یا خودشون دارن یا شرکت‌ها دیگه فهمیدن که از این خبرا نیست و اینا آگاه شدن و دیگه از این درصدای الکی که به شما بدن. یه زمانی مثلا تولید کننده‌های محتوا به اینستا به یوتیوب به چشم یه پولی هم از یه جایی بیاد، چون درآمد اینستاگرام برای واینرای مثلا سال 98 تا 402 فوق‌العاده بود. مثلا سال 98 99 اوج درآمدی واینرها بود، یعنی تو میتونستی بهتر کنی. الان اصلا از این خبرا نیست. یعنی درآمد واینری، میگم بدترین درآمد ممکن الان واینریه. اگه فیلتر یوتیوبو بردارن چی؟ درآمد یوتیوب از بین میره کامل و یوتیوبرها کلا میذارن کنار یوتیوب. جدی داری میگی؟ کامل. خب عوضش یه حجم زیادی، یه تعداد خیلی زیادی آدم میان به سمت یوتیوب. اول اینکه اونقدر نمیان چون هزینه نت بسیار بالاه و مردم اونقدر نمیتونن هزینه کنن برای دیدن محتوا و کلا یوتیوب اونقدر تو مردم ایران جا نمیفته کلا، چون اون آگاهیشو ندارن، بیشتر مال نسل زد و سنین کمتره و اون مثلا جامعه عامی که مثلا تو اینستاگرام هست هیچ وقت یوتیوب نمیان و برندها هم کلا علاقه به سرمایه گذاری همچنان توی یوتیوب ندارن و ایران جزو کشورهای تحریم شده و بدون فیلتر شکن و با آی پی ایران نگاه کنی درآمد حاصل از ایران صفره. خب یه سوالی من اینو یادم از یه دوست دیگه هم که متخصص تو یوتیوب پرسیدم، حالا نظرتون رو بپرسم. تو آنالیتیکس یوتیوب دیتکت میکنه که یوزر از ایرانن؟ اونا صفرن.
نه خیلی پایینه. بالاترین مال امارات و آمریکا معمولا. ایرانی‌ها رو همه رو به من هیچی ندادن. اونایی که زده ایران‌ها رو همه رو بده 0. آره. مثلا اگه 1 میلیون ویو از هند بخوره حتی ویدیوی لانگه یه دفعه می‌بینی به 2 میلیون تومان میده. خیلی پایینه درصد. یعنی اون ویزیتای کشورهای مثلا آمریکا و اینا رو خوب شارژ می‌کنه. ویزیتای کشورهایی که کردیت کارت دارن، پیپل دارن، میتونن هزینه کنن، اصلا ارزشمندن براشون. مثلا یه شهروند اماراتی تا آر پی ام 7. مثلا یوتیوبرها باید دعا کنن که فیلترش برداشته نشه. تقریبا میشه گفت. آره. ببین آخه بعضیا میگن خب نه مقایسه یوتیوبرها ما چه گناهی کردیم. خب اگه خب این مشکل هست که خود مثلا حالا من خودمو نمیگم، البته یوزراش بره بالا مانیتایزای مثل اینستاگرامش راحت تر میشه یه ذره ها، مثلا اسپانسر گرفتن و چه میدونم. آره چون ویزیتاش میره بالاتر. خب اصلا یوتیوب رو اون نمیچرخ معمولا. یوتیوب رو پولی که به خودش روش به حتی مستر بیست هم خیلی کم اسپانسر میگیره، اکثر ویدیوهاش مثلا اسپانسر نداشته. میفهمی چی میگم؟ پس تو میگی درآمد مانیتایز یوتیوب برات پررنگ‌تر از درآمد اسپانسرات بوده توی یوتیوب مثلا تا اسپانسر نگرفت. آره. من اصلا تمرکزم رو یوتیوب نبوده. یوتیوب 20%. مثلا یوتیوبر خودمو نمیدونم. یوتیوب از امسال قرار آغاز بشه که یه فیلم بلند یوتیوبی قراره بسازم، بعد سریال توش بسازم. اولین سریال یوتیوبی با حضور یوتیوبرها. چه باحال. اولین کسی هم که دارم این کارو میکنم. کست چند نفره داره؟ پروداکشنتون چه جوریه؟ حرفه‌ایه؟ آره نویسنده ها، بهترین نویسنده های حال حاضر. کستتون کلا چند نفره کلهم مجمعین؟ 80 نفر میشن. او پس یه بیگ پروداکت. باریکلا. ولی الان فکر کنم در حد یه فیلم مثلا تلفیلم و فیلم سینمایی یه جورایی دارید. ببین من چون هزینه رو همه رو شخصی میدم، هیچ وقت نمیتونم به کوالیتی اونا بدم، ولی سعی میکنم که بازدهی طنزش رو بتونم به یه حد قابل قبولی در خور شخصیت مردم. خب و بزرگترین آپشن ما اینه که من الان اسپانسر نگرفتم، همه رو از جیب میدم و همش میشه ضرر. دقیقاً سوال بعدی این بود که بازگشت این پولی که میخوای بخوابونی چه جوری قرار باشه؟ بیشتر دنبال اون احترامی هم که مردم بابت تولید همچین محتوایی ببینن. که بگیم ما پرسونال برند تو قوی تر. ما هم میتونیم همچین محتوایی تولید کنیم. مثلا اینجوری نیست که بیام 5 تا تیکه 10 دقیقه‌ایش کنم درآمد بالا کسب کنم. میخوام یه دونه بدم طولانی ولی بگم آقا حالا اگه سرمایه بیشتری بیاد درست کار بشه ما میتونیم. ولی اسپانسر نگرفتم که توی محتوام دستکاری نکنم. یه چیزی رو من یه بار 3-4 سال پیش دیدم. دیدین یه دونه سریال مورتال کمبت تو یوتیوب ساختن؟ آره خیلی خوب ساخته بودن. آره مثلا یه دونه من یه بار دیدم این سریالای دیدم تو مورتال توی یوتیوب که فکر کنم یوزرها یوتیوبرها ساخته بودن دیگه، یعنی فیلم سینمایی نبود. خیلی کیفیت بالا، خیلی مشتی. ببین حتی رونیو یک شرکت از طریق مثلا یوتیوب میتونه خیلی بالاتر از پلتفرم ها باشه در بعضی جدا. بله در صورتی که ادامه دار باشه. مثلا یه شرکتی اگه 200 تا فیلم سینمایی تولید کنه و خب یوتیوب خب میدونیم بحث کپی رایتش خیلی سنگینه، مثل اینستاگرام نیست، شاید بتونه تا سالهای سال درآمد خیلی خوب داشته باشه. میفهمی منظورم چیه؟ الان پایتخت همه قسمتاش میلیونی شده داخل مثلا یوتیوب. آره. و ما مثلا یک سریالی هم هستش آقای قاضی، اونم مثلا خیلی بازدهی رونیوی خوبی داره چون ویواش خیلی بالا و نسبت به هزینه که میشه خیلی بازدهی مالی بالایی داره به نظر من. و فضای مجازی کلا جای خوبیه اگه گاردشون یکم نسبت بهش کم کنن. برندها و کسایی که واقعا قدرت تولید محتوای خیلی بالایی دارن و جای بازیگرا سینما. خب مثلا من میگم آقا چرا نوید محمدزاده یه کانال شخصی نداشته باشه مثلا، ولی میگن نه به پرسونال برندش آسیب میرسه، مگه این یوتیوبره، مگه آقا چه اشکالی داره بگه تمام سختیای من در دوران بازیگری بیاد مثلا تجربیات شخصیشو در مورد مثلا یه فیلمش که تمام میشه من خیلی برام جذابه که بازیگر مورد علاقه هم بیاد تجربیات شخصیشو در مورد فیلم سرخپوست بگه. مثل کاری که اصلا شاهرخ سر جوکر کرد. آره. الان صابر ابر هم میدونم یه محتوای خیلی باحال تر و تمیز ساخته که داره تو کانال خودش. مثلا صابر ابر تو تئاتر بی‌نظیره. خب مثلا به نظر من شاید خیلی از تئاترشو بتونه بلیت بفروشه و در قسمت ممبرشیپ یوتیوبش بفروشه. فهمی؟ چه اشکالی داره؟ مثلا پلتفرمی که میشه ازش استفاده کرد، آقا چرا استفاده نکنی؟ جوجه تیغی و بهرام افشاری به قول شاهرخ باید در منطقه امنشون خیلی‌ها خارج بشن و من به نظرم این دومینوه شروع شده. یعنی مثلا همین کاری که خود شاهرخ داره میکنه خیلی از بچه‌ها و آرتیستای دیگه دارن انجام میدن و ورود دارن میکنن توی فضای مجازی، پررنگ‌تر دارن کار میکنن. قطعاً به مرور زمان بقیه هم یه سریا هم ترسشون میریزه، هم یه سریا به مرور زمان دیگه احساس میکنن جا موندن. من یه سوالی از شما بپرسم، ما از کریستیانو رونالدو پرسونال برندتر قوی تر داریم تو دنیا؟
از کریستیانو رونالدو قوی تر داریم. آقای ابراهیم تمامی جان آقای ابراهیم تمامی نه واقعا کریستیانو رونالدو خب مشهورترین شخص کره تو زمین، همه سوشال مدیا ها اینا ته فالوور کریستیانو رونالدو دیگه. آره ولی آمده تو یوتیوب نشسته خیلی چیل حرف میزنه، بیا بهترین مستر بیست آورد با هم فیت دادن و بهترین گلامو بیایم ببینیم. مثلا کسی نمیگه آقا شخصیتش ترکید. بعد خیلی گفتن آره نگاه مسی این کار نکرده، مسی 10 سال پیش یوتیوب داشت، مسی هم یوتیوب داشت ولی مثلا اینجوری فعال اصلا آقا استشم حال نمیکنه. آره سلیقش نیست. آره نه اصلا یعنی به قول خوب و بدش نکنی. ببین بزرگترین آپشنی که این اینستاگرام و یوتیوب به بازیگرا میده، من الان به خود بازیگرام اصلا من در برابر شما شاید هیچ اون قدرت رسانه‌ای رو نداشته باشم، خیلی رو هر بزرگترین آپشنی که به بازیگر از نظر من میده اینه که تو میتونی آزادی عمل داشته باشی. حتما نباید برای درآمد کسب کردن زیر نظر اسپانسر باشی. اسپانسر بگه من بهت میگم باید اینو بسازی، میتونی چیزی که دوست داری رو بسازی، میتونی اصلا دنبال محتوایی باشی که بهش علاقه داری، میتونی این تئاتری رو بسازی که بهش علاقه داری و همه چیز تو بهترین کوالیتی تو اونجا ارائه بدی. به نظر من خیلی خوبه، ولی همچنان نسبت بهش کارت دارن. آره این کار یک هنرمند واقعی نیست. مگه چه کار بدی انجام داده مثلا؟ و منظور من چیه؟ حتی تو اینستاگرام، حتی تو یوتیوب من یه پیش بینی بکنم، والا شاید وقتش رسید این پیش بینی شما باشه. اگه به نظر من یوتیوب فیلتر در بیاد، که من آره میگم ان شاءالله در بیاد و به درآمدم نریزه، از اونجایی که دکمه یوتیوب رو کنترل تلویزیون آدماست. خب الان اکثر تلویزیون‌ها دیگه حالا اصلا چه میدونم اسمارت تیوی دارن، اسمارت تیوی حالا یا اندرویدن یا هر چی، حتی مثلا ال جی وب او اس اونایی که اندروید نیستن یوتیوب اپلیکیشن دارن. درسته. یعنی الان ما هم میزنیم هیچ چی نمیاد بالا، من اینکه حالا مثلا طرف اندروید باکس داشته باشه فیلتر شکن اون یه موضوع دیگه. خب چون این میاد بالاخره آدما دستشون میزنن شروع میکنن یوتیوب دیدن. من میگم خیلی از مامان و باباهامون که اگه بگی آقا برو یوتیوب ببین سختشه، راحت تر از اینستاگرام دیگه میاد تو یوتیوب، چون تو تلویزیونش میره. ببینیم الان به نظر من همین الانش هم مثلا پلتفرما خوب تونستن که الان فیلم و اینا همین کارو کردن دیگه. اصلا خیلی هاشون مثلا من دیدم آقا طرف مثلا سن بالا داره، چه میدونم مثلا 70 سالش 80 سالش 90 سالشه، بلد نی بره توی سایت ببینه، یه دونه فیلم و باکس و مثلا تی وی باکس و چیزی میگیری میذاری تو خونه، میگین دکمه‌شو بزن میاد بالا ببین، نگاه کن برنامه و میبینن. بله. و اگه این اتفاق بیفته به نظر من یهو ویزیتورای یوتیوب یه جامپ اساسی میزنه و اصلا بازی رو میتونه عوض کنه. و اگه بستری فراهم بشه که من صاحب یه برندی بتونم تو یوتیوب فارسی تبلیغ بدم، حالا با عدد بسیار کمتر نسبت به امارات و آمریکا، یعنی یه دریچه‌های جدید اینوری هم باز میشه. آره چرا که نه. به نظرم یه خورده میشه خوشبینانه بهش نگاه کرد، یه خورده دراز مدت‌تر. ببین حتی اگه تحریما رو آمریکا علیه ما مثلا برداره، ایران هم دیگه آر پی امش اینا برداشته میشه. آره دیگه. من فکر نمی‌کنم. من کلا بهت گفتم موضوعمو، من رو واهیجات کار نمی‌کنم. من همیشه جایی میرم که ازش مطمئن باشم، یعنی تا وقتی که رو اگه این بشه خیلی باحال میشه اینجوری وای ایران تحریما برداشته $1 بشه، من رو الان سرمایه گذاری میگم الان چی جواب میده. خب و اصلا مخالف اینم که اگه این بشه باحال میشه فلان میشه باحال میشه. مسیری که خودم رفتم نظر شخصی ما شاید اشتباه باشه، من هر چیزی که تو هر استراتژی گفتم میگم نظر شخصی من. اتفاقا خوبه که استراتژی داری، یعنی یه وقت هست یکی شانسی الا بختکی داره کار میکنه، تو استراتژی دینه. خب آره. اوکی. آره. من نگاه میکنم چی الان جواب میده، نگاه میکنم یارو میگه نه نگاه کن الان ما اگه این اینستاگرام اینجوری بشه 5 ماه دیگه بعد اینجوری ما میتونیم اینجوری بگم. من میگم نه تا 6 ماه دیگه من باید به این مقدار درآمد برسم. من اصلا دنبال این نیستم. من میگم یوتیوب در صورتی میسازم که ازش مطمئن باشم. تمام. یعنی اگه من همین برنامه یوتیوبیم مثلا ببینم آقا اون بازیهی باید نداره، 100 میرم با چیز صحبت میکنم، پلتفرم نباشه میرم با گاردی نداری که بخوای با پلتفرم کار کنی. اصلا من روی هیچ انسان، روی هیچ موضوع، روی هیچ مطلبی گارد ندارم. عاشق بحث و صحبتم. من میگم با صحبت با همه چی میشه رفت جلو. مشکل ما مخصوصا ایرانی‌ها اینی که وقتی میخوایم وارد چه بحث مثلا وایرال ترینش که بحث بین زنان و مردانه، چه بحث‌های عمومیمون، ما میایم که از سمت خودمون دفاع کنیم و اون طرفو شکست بدیم، نمیایم به یک نقطه نظر مشترک برسیم. درسته. بزرگترین مشکل من اینه، طرف فقط میاد میگه آقا من اینی که میگم درسته، شما دارین اشتباه میکنین.
میفهمی؟ مثل قدیم یارو میگفت من میگم اینه، اون میگفت نه من میگم اینه. مثلا تو ادیان خیلی این اتفاق افتاده، مثلا میگن شما دو نفر دو تا دین مشترک رو بذارین، هیچ وقت اون یکی دیگه اون یکی دیگه رو نمیتونه مثلا دو تا انسان بزرگشون بگه من آره تو راست میگی. تو این به نظر من اشتباهه. باید آدم یکم نرم باشه. یه تو مباحثه کردن و صحبت کردن یه منطق ناخودآگاه خیلیامون داریم که من درست میگم تو غلط میگی. این تو غلط میگیشو اگه برداریم، آقا مثلا من این ور نگاه میکنم، من دارم مقعر میبینم، شاهرخ داره مهدب میبینه، من درست میگم تو هم درست میگی، چه جالب، بیا همدیگه رو گوش بکنیم، شاید تو واقعا داری از این ور مهدب میبینی، اوکی. الزاما اگه من درست میگم معنی نیست که تو داری غلط شاید من میگی. تو کوتاه مدته به نظری که میخوام برسم، شما هم تو بلند مدتت به اون چیزی که میخوای برسی. زاویه نگاه همدیگه رو اگه درک کنیم خیلی از بحثامون جالب‌تر میشه. من همیشه به مخاطبم میگم دنبال موضوع حقیقت برین و فقط نگاه نکنین فلان بازیگر چی میگه، فلان اینفلوئنسر چی میگه، فلان سیاستمدار چی میگه. خودتونم برین یه سرچ بزنین، خودتونم نگاه کنین. آقا اگه این میگن این غلطه چرا غلطه، اگه این میگن درسته چرا درسته، اگه این اخبار اعلام میکنه که اینه خودت برو دنبالش. آره. نظر نهایی خودت همیشه باید با نظر نهایی چیزی که میشنوی قابل سنجیده تر باشه. اشکان ازدواجت شایعه است؟ من آره بابا. یه خانومی هست خیلی با هم ویدیو داده بودین یه مدت فکر کنم. آره ما یه پارتنر ویدئویی داشتم، من خیلی با هم دیگه ویدیو میگرفتیم. ببین یکی از بالترین چیزا اینه که تو مجازی با هر کی ویدیو بگیری، برخلاف بازیگرا که شما مثلا هیچ داستانی میگن بینشون معمولا نیست، برای بازیگرام کمیه، ولی برای ما میگن 100 با هم تو رابطه 100. یعنی اصلا کار حرفه‌ای رو برای ما بلاگرا نمیپسندن. برای ما فعالین فضا مجازی میگن اگه کنارت دوست دخترت نگاهاتون مردم دوست دارن، دنبال فانتزی و علاقه داره. وای نه نگاه خیلی باحال، تو زشه این عاشق این رفتاران، حتی اگه الکی باشه. مردم عاشق درامان، میفهمی؟ زندگی‌هاشون به اندازه کافی خشک هست. برای چی ما مخاطبین پادکستامون کمه؟ دیگه بابا حرفا رو بریز دور، من زندگیم داغونه، من دنبال یه بحث باحالی برام ایجاد کنیم. عاشقیت چیه؟ داستانت چیه؟ برای مثلا بحث دیت و اینا خیلی ویو میگیرن، فهمی؟ یعنی من با هر خانومی ویدیو گرفتم تو یوتیوب، تو اینستاگرام، وای تو کامنت ها سری شیپ به هم خیلی میاین فلان، نسل زد میگن شیپ، همدیگه رو شیپ کرده. والا به خدا شیپ گوسفند یا کشتی؟ نه ریلیشن شیپ منظورشونه. میگن ما با هم شیپتون کردیم، کنار هم خیلی بهمه. والا ما با پسرم ویدیو میگیریم میگن شیپتون کردیم، بعد میگم آقا اصل جدیده تو قرآن یعنی بیا آشتی بریم تو کشتی نیست. آره. بعد بنده خدا الان خانومه مثلا نامزدم کرده، خب اصلا ما با هم دیگه قطع همکاریم، یعنی 3 ماه فکر کنم، یعنی در معرض ازدواج خانومه. همچنان مثلا ویدیو گرفته میگه ما معرض ازدواج در شرف در معرض اتفاق بعد بیماریه، در معرض خطره، در معرض ازدواج. همچنان داره با طرف بنده خدا دیگه داستانش تمام تموم شده، ویدیو نداریم دیگه با هم. الان مثلا داره ویدیو میگیریم، یاره همسرم داره میاد، مثل روز اول عاشقش هم همه تو کامنت میگن ای اشکان میگم بابا اشکان تموم شد بابا، بی خیال یارو بشین. یعنی مردم دیگه ول نمیگه. یه قابیو دوست دارم، مثلا تو این بلایند دیت من یه دختر پسر بودن خیلی بهم میومدن، بعد من با جفتشون بیرون بلایند دیت رفیقم، بعد اینا اصلا از هم خوششون نمیومد، اصلا میگه بابا این تایپ من نیست، و میگه بابا اصلا این پسره اینجوری تایپ من نیست. بعد مردم همه میگن نه اینا خیلی به هم میان، میفهمی؟ مردم فانتزیاشونو دنبال میکنن. ببین اون دوتا تایپ هم نبودن ولی جفتشون تایپ تو بودن، یعنی تو با جفتشون رفیق بودی. آره ما خیلی اونا رو شیپ کردیم ولی نشد. شیپ نتونستیم. گیم هم بازی میکنی اشکان؟ آره خیلی باحال گیم. جدی؟ گیم اصلا یکی از علتهای موفقیت آدما میتونه تو زندگی گیم باشه. من یه بار با دوستان میرفتیم کانتر بازی می‌کردیم، بعد من بهشون گفتم یا 1.6 قدیم دیگه. بعد من بهشون گفتم یکی از علتایی که شما تو زندگیتون موفق نمیشین همین شخصیتتون تو بازیه. بعد همشون به من خندیدن، مسخرم کردن، واقعا بابا چرت و پرت میگی فلان. گفتم خب علتش نمیخوایم بپرسین؟ گفتن آقا علتش چیه آقا همه چی دان. مردم دیدی که کلا نسبت این چیزا گارده. آقا علتش چیه؟ گفتم ببین شماها تو بازی وقتی میبازین ناراحت نمیشین. گفتن خب ما به یه ورمون هم نیست، برای سرگرمیه. گفتم نه شما تو زندگی هم تو یه چیزی از یه نفر دیگه میبازین ناراحت نمیشین. گفتش که خب به ما چه؟ گفتم نه ببین تو ما روحیه رقابتی نداریم
و تو کار و زندگی از نظر من احتمال اینکه به مشکل بخورین از نظر شخصی من هست و دقیقاً 10 سال بعد گذشت و به همون نقطه رسیدیم. مهدی من تو رو بردم که اذیت نشدی. حالا بمون. و مشکل دیگه چی بود؟ ببین باختم، منم زیاد میباختم. مشکل دیگه چیه؟ اصلا حرف تکن رو نزن. فیلماشو داره. بردی؟ نه بابا کامبت بازیش خوبه بابا. حالا بمونه. بعد از این مشکل ولی فیفاش خوبه شاروخ. بهش نمیاد ولی فیفاش خوبه. ببین مشکل اینه که وقتی میبازن نمیگه چرا باختم، بره دلیلشو پیدا کنه، پیشرفت کنه، بهتر بشه، توش قوی تر بشه. من یه علتی که تو مجازی موفق شدم به نظر خودم، به نظر شخصی خودم این بود که دیدم دارم عقب میافتم، ویو کمه. چرا کمه؟ رفتم سرچ کردم، دنبال گشتم، مقاله خوندم، کتاب خوندم، توی یوتیوب گشتم، میفهمی؟ دنبالش گشتم تا به راه حل رسیدم. و به نظر و اونا مثلا من یکی از همون رفیقای قدیمم میخواد بره دنبال تولید محتوا، نمیتونه. میگم چرا؟ میگه آره بابا ول کن، برم بگردم فلان بشم، نشد چی فلان شد. میگم این تو روحیه جنگیده. از قبل باخته. مربی مسی میگفت من هیچ وقت کسی مثل مسی رو ندیدم، روحیه‌اش جنگنده، پردیتوره، شکارچیه، میره دنبال توپ، حمله میکنه، شما وای میسی ببینین چی میشه. میفهمی؟ این روحیه رقابتی به نظر من توی کار خیلی کمک میکنه. تو چی ادعا داری بازی؟ کانتر خوبم، بد نیستم، توی کراش بد نیستم. توی آخه خیلی وقت زیاد یه چیزی رو بازی نکردم، مثلا صدمو بزنم پای گیم نشده، ولی خب بد نیست. تو بعد از بازی بد نیستم، خوبم. مثل رفیقای گیمرم کانتر نیستن. دونه ریمیک داده 1.6 دیدی؟ آره اونو بازی میکنم، همون بازی میکنم. همین ریمیک جدید 1.6 شو. آره. 2-3 بهش میادم چیزا. اشکان دیگه این روزا با این محتواهایی که شما تولید میکنید کسی جوک تعریف نمیکنه. دقت کردی؟ کمتر شده. آره یعنی داری میگی مثلا جوکا کم شده؟ آره اصلا کسی جوک تعریف نمیکنه دیگه. ما میخوایم یه چیزی بگیم یکی بخنده، فیلم مثلا تو رو براش میفرستیم، ریلز میفرستیم دیگه. آره. و جوکا جاشونو به میم ها دادن. آره. شما 5-6 سال پیش به یک نفر میگفتین میم، اصلا نمیدونستن میم چیه. میم حالا الان اومده و محتواهای کوتاه خنده داره. خب اینا همون جوکان که مثلا ما بلاگرها کم باید بسازیم، ما واینرها مثلا نباید زیاد بریم به این سمت، چون شاید بهت ویوهای بالا بده ولی پرسونال برندینگ پایینی داره. مشکل میم ها اینه و بعد یه مدت که اینستاگرام به ویوهای بالا بده یه خورده محدودت میکنه، میگه دیگه بسته و اون ویوهای بالا باعث آسیب خوردن به پیجت میشه. اشتباهاتی که کسب و کارا کردن و اومدن محتوای تند ساختن و نه تنها بهشون فروش نداد، بهشون مخاطبینی داد که اصلا دنبال خندیدنن نه خرید کردن و این بهشون آسیب زد. و شما اینستاگرام یه قاعده ای داره، میگه اگه اطرافیان دوستت نداشته باشن احتمال خیلی کمی داره اکسپلور خوبی بهت بدم و اذیتت میکنه تو این موضوع. پس خیلی باید مواظب باشی. آدینس اولیه‌ای که داری میسازی مرتبط 100% باشن با کاری که داری انجام میدی. یعنی تو 6 ماه رو 1000 تا بمون ولی یهو با ایدئولوژی درست بزرگشون کن، وسیعشون کن. به نظر من خیلی مهمه و ما جوک نمیگیم. علتش اینه که میم ها اومدن تصویری هن و دیگه اون SMS ورداشته شده و دیگه اینجوری نیست که یارو میگه خب خودم اینو پیدا میکنم دیگه، حالا چیه بیام برای از مال یکی برای من یه متن خنده دار بفرسته. دیگه خیلی کم شده، معمولا میان یه مثلا ویدیو کوتاه طنز برای طرف میفرستن. از نظر من این علتش میتونه باشه. یه سوالی دارم. من حالا عدد تبلیغ خودتون نمیدونم چنده، ولی عدد تبلیغ یکی از بلاگرایی که حالا احتمالاً میشناسی یا دوستاتم با باشه، یه باری رو شنیدم توی این پلتفرم‌های آگهی دیدم. من اول گفتم اینو اشتباه زده داده شو، خیلی پایین بود، مثلا با 6-7 میلیون فالوور فکر کنم مثلا 6 میلیون تومان یه هم چیزی عدد استوریش بود. بله درسته. خب بعد گفتم من اول به بچه‌ها اینو اشتباه زدید، گفتن نه قیمتش همینه. بله. ولی مثلا یهو بلاگرها نفر مثلا با 200 کا فالوور، بلاگرایی که مثلا لایف استایلن و اینا، بله. مثلا یهو 200 میلیون میگیره. بله. چرا اینقدر بلاگرها از واینرها بیشتر میگیرن و چرا اینقدر واینرها از بلاگرها کمتر میگیرن؟ یا کدوم قیمت درسته؟ تو یوتیوب پایین‌ترین آر پی ام مال کیه؟ اینترتینمنت، سرگرمی. پایین‌ترین محتوا سرگرمی داره، کمدی پلقی بالاتره و من اول وصف شما گفتم که پایین‌ترین درآمد واینرها دارن. یعنی حتی یه پیج 5-6 میلیونی درآمدش از یه بلاگر خانم 10-100 کی پایین‌تره.
چرا؟ چون اولا که مخاطبین اونا کسایی هستن که کنجکاون و دنبال اینن که اون بلاگر داره چه کاری انجام میده و از اون الگو میگیرن و از طریق اون بلاگر میان خرید میکنن. کسی که منو دنبال کرده دنبال این نیست که ببینه من تو خونم چه دکوراسیونی گذاشتم، چه کاری کردم، فقط دنبال صرفا خندیدنه. میفهمی؟ من نیاز ندارم شما ساعت 200-300 میلیونی دست من نمیبینی، یه دستبند 500,000 تومانی دستم خوشم میاد از استایلش. میبینی تیشرت 30 میلیون تومانی نیاز نیست من تنم کنم، من یه کمدینم، یه تیشرت مشکی هم برام کافیه. میفهمی؟ دنبال این که از من سرگرمی و خنده ببینن. ولی مثلا اون بلاگری که تو آمریکاه باید رویزشو نشون بده، لامبورگینیشو نشون بده، بیرونشو بره، سر این که کسی که دارن نگاش میکنن قایق بخره، بیرون بره، این کارو بکنه، اون لباس بپوشه، با اینش دارم من خودم حال میکنم، میبینم اوه دقیقاً چی باحاله، این چه ماشین باحالیه. میفهمی؟ و این خواهر خود من مبلشو از رو فلان بلاگر خرید. خب و فلان بلاگر رفت. علتش اینه که کسب و کارها برای برندینگ و دیده شدن زیاد میان سراغ واینرها چون آدینس بیشتری دارن، ولی برای نقطه زنی و خرید و فروش دقیق مثل آنلاین شاپ ها، مثلا من خودم الان تبلیغ آنلاین شاپ کلا قبول نمیکنم. آنلاین شاپ ها میرن سراغی که اون بلاگر روزمره. چرا قبول نمیکنی؟ میگی بازدهی ندارن، بازدهی براشون نداره و چه باحال. فکر میکنن چون این با نمک ویوش بالاه، مثلا من میگم 200,000 تا هم من ویو بدم 10 تا میفروشی. اون بلاگره اگه 2000 تا فالوور داره 300 تاشون شاید بخوان ازت خرید کنن. و همه بلاگرها هم این نیستن. خیلی از بلاگرای خانم میان فالووراشون همون گفتم فالوورت باید کیفیتش بالا، کیفیت دیده شدن خیلی مهمه. آره میاد یه مثلا مخاطبینی رو برای خودش جذب میکنه که اصلا همه آقا از طریق‌های اشتباه و باعث چی میشه؟ باعث میشه که فروش بیاد پایین، بازدهیش بیاد پایین و کم کم آدینسش از دست بره. یعنی آدینسی که بهش پول میدن که در بابتش تبلیغات کنه. ما خانمایی داریم که استوریشون 200 میلیونه، 300 میلیون تومانه، یعنی ولی بلاگرای طنز اصلا اینجوری نیستن و درآمد بسیار 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 پایینی داره. و جالبه که شرکت مالیات فکر می‌کرد ما اون درآمدا رو داریم و بعد گفتن آقا شما مثلا سالی 20 میلیارد در میارین، راستشو بگیم. بعد اومدن حسابا رو همه رو چک کردن دیدن همه 500 تومن 200 تومن 300 تومن تو یک سال. تو که این خرج اجاره خونه‌ت هم نمیشه چه جوریه؟ بعد فهمیدن نه اصلا اوضاع خیلی خرابه، واینر اوضاعشون خیلی خرابه، تازه الان استارتاپ اومدن یکم بهتر شده. و الا واینر خدا شاهد اینا، حاضرم بهتون ثابت کنم، من واینر خانم 600 کی دیدم رفت یه جای 15 میلیون ماه استخدام شد. 600 کی پیج خودش بود. یه جا اومد ما استخدامش کردیم، ما 15 تومن برای کلینیک دندون پزشکی تو مشهد. یعنی ولی یه خانم بلاگر 120 کی هر استوریش حداقل 10-12 میلیون تومانه به راحتی و رقمش هم درسته. بعضیا میگن چرا انقدر زیاد میگیرن آقا، چه وضعشه فلان. خب وقتی داره برای یه کسی دیگه سود ایجاد میکنه، آقا اگه کسب و کارا ناراحتن بهش ندن، براشون سود داره که دارن میدن. یه چیزی که راجع به اشکان برام جالب بود اینه که حالا پشت صحنه هم با هم یه ذره گپ زدیم، خیلی جاه طلبی داری. هدفت چیه؟ 5 سالگی کجایی؟ نه بگو. ببین یه مشکلی ما داریم، اینو بگم که ما کسایی که طنز کار میکنیم یه چیزیه که بین ما و شما، تنها چیزی که بین ما و شما شاید یکی باشه، بین ما و بازیگرا یکیه. فکر میکنن ما کمدینا آدمای دلغک و بیعقلی هستیم. یعنی من حتی دیدم که مثلا یه کمدین خیلی معروفه مثلا بازیگری که من میپرستمش، آره اون فلانی مثلا اینجوری، ولی مثلا یه بازیگر جدی و آره اون فلانی، یعنی تصورشون اینه که کمدی یه چیز سطح پایینیه. خب باعث تأسفه ها، که اتفاقا خیلی آدمای باهوشیه کسایی که میتونن کمدی درست رو ایجاد کنن. کمدی بسیار بسیار، اصلا منو بذار کنار، من اصلا هیچ نیستم در واقع. مثلا بچه‌هایی که کمدی، مثلا امیر جدیدی، خیلی‌ها، محسن تناونده از نظر من الان بهترین بازیگر کشوره از نظر شخصی من. خب تنها کسیه که به 13-14 گویش صحبت کرده، وایرال ترین سریال طنز حال حاضر 0 تا 100 دست ایشونه و ایشون هم یه بازیگر طنز بوده و مردم ما خیلی وقتا مثلا کلیت فکر میکنن این نقیه، ولی نمیدونم یارو خدایگان بازیگریه. میفهمی منظور من چیه؟ شما که دیگه خودت حرفت بازیگری می‌دونی. طرف استشهادی برای خدا رو ندیدن از محسن تناونده، 7 دقیقه تا پاییز رو شاید ندیدن. اصلا این معجزه است محسن تناونده، اصلا یه چیزی کارش درسته. من مثلا میبینمش میگم آرزوم یه روزی بتونم مثل تو 13 تا گویش صحبت کنم.
لهجه اصلا فوق العاده این بشر. مثلا مشهدی صحبت میکنه، مشهدی نیست محسن دیگه، من میگم 70% مثل من مشهدی داری صحبت میکنی تو این فیلم نقش قاتل سریالی مشهد داره بازی میکنه. خب من خیلی لذت میبرم، میگم باریکلا مثلا اینقدر تو خوبی. ولی میگم جالبیش این که مردم فکر میکنن مثلا علی صادقی، مردم میگن ای همون که اینجوری میخنده، میفهمی مثلا این علی صادقی، مثلا نمیگن واه علی صادقی اسطوره بازیگری کمدی، میفهمی؟ من یه مشکلی دارم که چرا به کمدیانا به چشم این نگاه میکنیم، طرف اکتشه. در واقعیت مثلا من خودمم که مثلا میبینن میگم سلام خوب هستین، میگه اشکانی، میگم خیلی خوشبختم خوبی عشق من فلان، میگه خودت نگیر دیگه خودت باش. میگم بابا من همین مثلا فکر می‌کنم که سلام برم یا چطوری آقا استخری برار گفته اون تلا نگاه موتور خیلی خوش اون سریال بود مرفتی خاله تندرست شما بازیگر کیف میکنن خوش تیپ خوش سیز بگیردم پادکست داره نه میکروفونا چنده. فکر میکنم مثلا من اینم تو واقعیت. ببین من اینو میتونم برای رفیقم باشم و بعضی اوقات مثلا میگه اشکان یه چیز برو فلان تو برو، مثلا من میتونم این باشم ولی خود اشکان واقعی همش تو این نیست. من اینم هستم خب، ولی دائم نمیتونم توی این باشم. مثلا برم تو مقاله چطوره انقم هستن سلامت اینا چند لایشی داری تو پاچه‌مان میگونی ها، اینجوری نیست که میفهمی. ولی من بخوام کمدی ما آنلاین کنم میتونم، قدرتشو دارم. خب استندآپ کمدی کنم، هر کاری قابلیتشو دارم. ولی مثلا آدما فکر میکنن ما واقعا همونیم، میفهمی؟ ولی اونایی که خب من از نزدیک دیدن میدونن من اصلا برام مثلا اولویتم بیزینسم بوده فلان بوده، چه سرمایه‌گذاریایی کردم چه کارهایی کردم. ولی مثلا من یکی از کساییم که متنفرم از شواف کردن، اصلا خیلی بدم میاد، واقعا بدم میاد و این کارو نخواهم کرد و نمیکنم. ببین این که بیام مثلا تو چش مردم کنم و منی که از خود مردم درآمد کسب کردم، خب مثلا من مخالف اینم، خیلی‌ها با این موافقن برای کسب و کارشون، من دوست ندارم. 5 سال دیگه رو نگفتی. 5 سال دیگه خودمو کجا میبینم؟ ببین من کوتاه مدت اول نگاه میکنم، ولی تا 5 سال دیگه برند شخصی خودم، شاید پلتفرم شخصی خودم داشته باشم، شاید یکی از بزرگترین سازنده‌های شهر خودم باشم. خیلی علاقه دارم به این موضوع، چند تا کسب و کار بزرگ ران کنم و یکی از آرزوام اینه که ببین اینا که میگم شاید هم میشکنم چیز نرسه، ولی دوست دارم هلدینگ خودم داشته باشم. چون من تولید محتوا رو تو اکثر کارا یاد گرفتم. من یه تایمی خب مثلا تبلیغات همه جا رو انجام میدادم، بعد برای اینکه تبلیغاتشو انجام بدم نیازمند این بودم که تو کامل برام توضیح بدی. بعد مثلا تا یه حد و حدودای یاد میگرفتم، بعد مثلا جزء آرزوام بود که بیام یه هلدینگی داشته باشم توش همه چی باشه، فهمی؟ از هر شغلی توش باشه، از هر کاری توش باشه، یعنی یه برندی داشته باشم که تو تمام چیزا توش باشه، مثلا مثل هلدینگ گلرنگ، مثلا یه کارخونه‌ای که همه چی داره، مثلا تا پلتفرم تولید محتوایی هم داره برای خودش، فیلم نت مال گلرنگ دیگه. به نظرم باحال، دوست دارم این همین چیزی رو داشته باشم، جز آرزوام. حالا 5 سال دیگه نه 10 سال دیگه شاید کلا نشه، ولی ما تو جیبته. ما آرزوی همین امروزی که مثلا آقا یه روزی بیایم با کسی که بچگیامون نگاش می‌کردیم تو تلویزیون، این روزا هم شاید هیچ وقت نمیدید. مثلا من اذیتمون نکن. نه جدی میگم، مثلا من با کسایی که یه روزای آرزو داشتم، مثلا میدیدمشون ازشون انرژی مثبت میگرفتم، تلاش کردم که الان بتونم باشون هم صحبت بشم. برای من قشنگه، میفهمی؟ من خیلی خوشحالم که اشکان اومدی و یه حرفایی رو زدی که من اینا رو یه ذره تونسته بودم ببینم تو اون اشکانی که حتی اومده بود تو بلایند دیت و واسه همین دوست داشتم که حتما بیای و یه وجوه دیگه ای از تو رو مردم ببینن. امیدوارم که ما منگرمون رشد کنه و بتونیم ویوهای خوبی بگیریم و آدما با اون بخشای دیگه تو هم آشنا بشن. ان دمت گرم. گپ باحالی بود، لذت بردیم، خندیدیم، یاد گرفتیم. مشتی عزیز دلی خیلی خوشحال شدم. مرسی که لطف کردین. مرسی از دوستایم که دیدن. همتون گرم. مخلصیم.